برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی ما، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. مثل هر وقت ما برنامه تحلیلی دیدگاه را هر روز پنجشنبه با اشتراک شما میگذرانیم. دیگر روزها باشد ما فکر اندیشه های خودمون را میگوییم در برنامه تحلیلی دیدگاه وابسته به موضوع های داغ. هر روز پنجشنبه باشد ما همراه شما تماشابینان عزیز گرامی برنامه دیدگاه را میگذرانیم. یعنی در برنامه امروزه یک شما میتوانید شرکت کنید و برابر ما حرفای خود را وابسته به موضوع امروزه بگید. تنها حق بیشتر از شما در ما این است که موضوع امروزه را ما انتخاب کردیم و میخواهیم در برنامه امروزه در همین باره همراه شرکت کنیم. برنامه امروزه چی است؟ شما الکی خواندید طلبی عدالت و حق مردم از حکومت. یعنی چی؟ امروز باید من و شما حق خود را طلب کنیم. کدام حق؟ ما چی حق داشته ایم؟ حق ما حق قانونی است. قانون در تاجیکستان وجود دارد. تاجیکستان که یک کشور است، او را همچون کشور جامعه جهانی پذیرفته است و نمایندگی های دیپلماتیش در یک چند کشور دنیا وجود دارد و نمایندگی های دیپلماتی کشورهای دنیا در تاجیکستان وجود دارد، سازمان های بین المللی و در عموم تاجیکستان کشوری است که در پذیرش جامعه جهانی همچون کشور می باشد. ما زبان دولتی خود را داریم، گیمن خود را داریم، اسعار خود را داریم، یعنی ما دولتیم. اما قانون هم داریم، کانستیتوسیا هم داریم. و حق ما چی است؟ حق ما این است که از حکومت طلب کنیم حق قانونی ما را بدهد. از حکومت طلب کنیم حق قانونی ما را نقض نکند. از حکومت طلب کنیم از حقمان ما را محروم نکند. ما را قانون آزاد بشناسد، آزادی ما را تامین کند. فکر و اندیشه ما را که گفتن میخواهیم زبان ما را نبندد. این را گفتن اندیشه و داشتن فکر ملاحظه آزاد را به ما قانون کفالت داده است. یعنی قانون کفیل آزادی ماست و حق ماست که ما در تاجیکستان آزادانه زندگی کنیم و هیچ کس به امنیت ما خلل نرساند. انا برای همین تماشابینان عزیز امروز در همین باره صحبت میکنیم. اکثریت بر این هستند که کارشناسان بر این هستند که مردم تاجیکستان سبب اساسی بالایشان ظلم شدن این است که آنها حق خود را نمیدانند و از حق خود بیخبر هستند و به این بی‌طرف هستند و کم کسانی هستند که نمیدانند از روی قانون حقشان چی است. حکومت آمد و اینجا امضا کن، حتی ورق را نخوانده امضا کننده میروند. حکومت آمد با ورق خالی در تگش امضا کن، موندگش را ما خودمون حل میکنیم. امضا میکند میرود. در بالایش اعتراف جنایت نوشته میشود، در پایانش الکی امضا کردگی است. میرود پنجره ترمه را میگزد، پنجره زندان را میگزد. خودش اعتراف کرده بود منه، اما در اصل ورق خالی را امضا کرده بود. ورق خالی را کیها امضا میکنند؟ همانهایی که از حقشان بیخبر هستند، همانهایی که پروا ندارند عاقبت به ورقهای خالی امضا کردن ها چی میشود. حالا اگر امروز
برنامه اخبار تاجیکستان و جهان رادیوی آزادی را تماشا کرده باشید. حالا بدتر من شاید نوارش را هم نشان دهیم. به کشتن متهم میکنند و به پلیس میبرند. 2 نفر متهم را میگویند که ضد شوهرت تو به ما گپ زن، یعنی ضد شوهرش باید این نشانداد بدهد که واقعا شوهرش قاتل است. مادر 5 فرزند را به همین مجبور میکنند. ببینید اکثریت با چند حالت ها رو پیشش میبیارن، میگن که اگر همین گپ رو بگویی شاید خلاص شوی، شاید گناهت صدوق شود و هاکذا ها، شاید عفو شوی. میگویند بیچاره همین خیلی بوده است، مالش گویم و خلاص شوم گفته. می نویسد، امضا میکند، بعدتر میفهمد که بر ضد خودش امضا کرده است، جنایت را اعتراف کرده است و برای پشت پنجره زندان رفتن الکی پرونده آماده است. برای خودش پرونده را آماده کرده است. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، اینجا چی است؟ اینجا با ظلم 1 نفر پشت پنجره زندان می شود. ظلم انتونیمی عدالت است. بله، جایی که عدالت هست ظلم نیست، جایی که ظلم هست عدالت نیست. اگر در تاجیکستان این گونه مردم پشت پنجره زندان می شوند، این نشانگری آن است که در تاجیکستان عدالت وجود ندارد. اگر زمین های مردم با ظلم کشیده گرفته می شود، یا اینکه نفرانی که به حکومت مبلغ می‌دهند، به حکومت پول می‌دهند، به آنها زمین های مردم داده می شود، این به مردم ظلم است. به مردم این ظلم است. جایی که ظلم هست عدالت وجود ندارد. از عدالت گپ زدن هم عدالت نیست. جایی که ظلم هست، جایی که ظلم هست، از عدالت گپ زدن این فریب مردم است. هم ظلم است هم فریب. وقتی که بالای سر مردم ظلم می شود، زمین های مردم با ظلم کشیده گرفته می شود، مردم ظالمانه با شکنجه و با عذاب مردم را مجبور میکنند که اعتراف کند که جنایت کرده است و او را پشت پنجره زندان میکنند تا اینکه پگانشان زیاد شود. تا اینکه تعداد عفو شدگان را زیاد نشان دهند. امروز کوشش دارند که هزارها نفر را برده در بازداشتگاه نگاه دارند تا وقت عفو رسد و تعداد عفو شدگان را در رسانه ها زیاد نشان دهند، به جامعه بین المللی زیاد نشان دهند که پیشوای ملت امام علی رحمان فلان هزار نفر را چیکار کرد؟ عفو کرد. حالا در زندان های تاجیکستان همگی اگر از 10,000 تا 15,000 نفر تقریبا، حالا یگان بار اینها رقمی واقعی را نگفتند، تعداد واقعی را نگفتند، تخمین زده میشد از 10 تا 15,000 در زندان های تاجیکستان محکوم شدگان به سر میبرند. اما حالا واهمه کرده ایستادند که 30,000 نفر عفو میشوند. خودش 15,000 محکوم شدگان وجود دارند، لیکن اینها میگویند 30,000 نفر عفو میشوند. یعنی هر یک محکوم شده، به سر هر یک محکوم شده با 1 نفر دیگر چی است؟ عفو میشده وجود دارد. اینها کی هستند؟ پرونده هایشان در حالت بررسی قرار دارد و در بازداشتگاه قرار دارند، حال سود نشده‌اند. همین خیلی ها و در حالت تفتیش قرار دارد، در حالت سنجش قرار دارد. انا همین خیلی ها هم در قطار کسانی که در زندان هستند وجود دارند. اما طبیعی است که
همه آنهایی که در زندان هستند آزاد نمیشوند. کیها را اینها آزاد میکنند؟ البته که زیاییانی که اهل دانشی که اینها با تهمت زندان کردن آزاد کردنی نیستند. شخصان سیاسی که زندانیان سیاسی گفته میشوند آنها آزاد شدنی نیستند، آزاد نمیکنند آنها را. کسانی که حکومت از ترس صدای آنها را برده پشت پنجره زندان کرده، زبانشان را دوخته است، صدایشان را خاموش کرده است، آنها را آزاد کردنی نیست. که اکثریت امروز تقریبا 5-6 سال اخیر اکثریت آنهایی که پشت پنجره زندان میشوند همین خیلی انسان ها هستند. یکی رو اخوانی گفته برده محکم میکنند، دیگری رو القاعده گفته، سیومی رو چی تحریر، این چند نام های بافتگی هستند که باور کنید در یاد نمی ایستد، برده محکم کردگی هستند، همه را با تهمت. و کسایی که به این رژیم امروزه، به سیاست امروزه راضی نیستند و فکر اندیشه های دیگر دارند، آنها در پشت پنجره زندان هستند. در تاجیکستان با فکر اندیشه دیگر، با فکر اندیشه مغایر با رژیم امروزه زندگی کردن امر محال است، نمیشه زندگی کردن. باید که یا اندیشه هایت را در تن جسم جان خودت زندان بکنی، یا اینکه از زبان برآوری و خودت پشت با جسم جانت پشت پنجره زندان بروی. وضعیت همین طور است تماشابینان عزیز. اندیشه ها باید زندان باشند، در معینه سرت، در قلب باید زندان باشند. مبادا از این زندان اندیشه های تو آزاد شدن، بیرون برآمدن، صدا دادند، خودت زندان بشوی. این است سیاست امروزه تاجیکستان. آیا همین عدالت است؟ همین حادثه های امروز نشانگری آن است که در تاجیکستان عدالت وجود ندارد. و به این یک نفر اهل خانه را گرفته میبرند، با 15 سال 20 سال زندانش میکنند، دیگرها خاموش. حتی پدر، حتی برادر از پیش دیگر کوشش نمی کند برای آزادی، برای اثبات بیگناهی برادرش دیگر کوشش نمی کند. تمام خاموش می شود. یعنی برادرش پشت پنجره زندان شد، چند فرزندانش زنده یتیم شدند، بلا به همون سری خودش، بلا حذر. دیگر نه، حتی بسیار نفرانی که پیوندانشان در زندان هستند از نام همه پیوندشان را گرفتن میترسند. چی رسد به دفاع حقوق او؟ چی رسد به دفاع حقوق او؟ نفرانی که فرزندانشان زنده یتیم شده است، پدرش زنده لیکن بدون پدر زندگی میکند، پدرش در زندان است، پیوندانش، برادرش، عمکش، تقایش و هاکذاها یک دو میدوند، خانهاش را میفروشند برده به پروکرور میدهند، ماشینش را میفروشند برده به سود میدهند، هیچ چیش نمیماند. همه فرزندش و زنش با 3-4 فرزندش میماند در کوچه، در کدام یک کلبه. خانهاش را فروخته به پروکرور دادگی، ماشینش را فروخته به سود دادگی، به ادوکات دادگی، از چند نفر دیگر قرضدار ماندگی، بیچاره در ترمه ایستاده است، از چند نفر علاقه قرضدار شده است. در همین حال او را تنها میگذارند، تمام 10 سال 12 سال در زندان میپوسد. هیچ کس او میدانند او با تهمت پشت پنجره زندان شده است، میدانند او گناه نداشت، هیچ جرمی نداشت که سزاوار به 10 سال 12 سال پشت پنجره زندان رفتن باشد. خاموش میسند، بلب مهر مینهند. اقلا همون 3-4 نفر فرزندانی دوسرویه که همون برادر را دیده رحمشان نمی بیاید، باز بی پروایانه میتوانند وجدانشان میبردارد، زندگی میکنند در ظلم. یک نفر برادری خود را، یک نفر اهل خانواده خود را، خویشاوند خود را یا اهل دیار خود را به زندان میدهید بدون جرم. میدونید که همون همسایه شما بود،
همدیار شما بود، برادر شما بود، خویش تبار شما بود، گناه نداشت، با مراسا، با آداب، با تعلیم، با مدنیتی بلند زندگی میکرد، با ایمان بود، اهل نماز بود، حرامخور نبود، زندگی میکرد، او را میبرند پشت پنجره زندان میکنند. رئیس جماعت خاموش از منصبش برای اینکه میرود. کمیته محله خاموش برای اینکه از به همین ظلم راضی است، میداند که به سر او ظلم شده است، لیکن خاموش است. رئیس جماعت خاموش است، کمیته محله خاموش است، همسایه خاموش است، عمه خاموش است، تقا خاموش است. به همین ظلم خویش اقربا، پیوندان، حتی برادران جانیش خاموش هستند، بجز این که یک مادر داشته باشد در کنج میشیند به گریه شب را روز و روز را شب میکند. یک مادر زار و همون همسرش و همون فرزندکان زنده یتیمش. تمام. همین حالت در تاجیکستان وجود دارد. اهل دیار، خویش و تبار، یاد دیار میدانیم که با ظلم پشت پنجره زندان شده است. بله شده است. ما خاموش هستیم. یعنی به ظلم خاموش هستیم. بله به ظلم خاموش هستیم. همین نبودن عدالت است. برابر ظالم ما هم به ظلم که سرخم هستیم، به لب مهر بسته هستیم، خاموشی را انتخاب کرده هستیم، یعنی شریک ظالم هستیم. به ظالم کمک میکنیم با خاموشیمان که سری او تنج باشد، اندیشه دیگر صدا ندهد، فکر دیگر صدا ندهد، فقط همه طبق آهنگ آنها برقصند و زندگی بکنند. همین است. پس این نشانگری آن است که در ما عدالت وجود ندارد. ظالم وجود دارد، شریکان ظالم وجود دارد. ظالم را که همه میشناسیم. شریکان ظالم کی هستند؟ همین نفرانی هستند که ظلم را میبینند، چشم را میپوشند. ظلم را میبینند، خاموشی را اختیار میکنند. حقشان از دستشان میرود، خاموش هستند. این را میگویند شریکی به ظلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از ظلم و ظلمات یوم القیامه. ظلمات است در روز قیامت، تاریکی است در روز قیامت. حالا زنگ ها زیاد شده ایستادند. در اول برنامه من گفتم که اینجا همه شما شریکی برنامه هستید. هر کسی همت دارد وارد استودیو می شود، توسط واتساپ و ایما زنگ بزند و همین طور در همین باره در همین موضوع سخنرانی میکند. حقوق همه‌مان برابر است. فقط اینجا کوشش کنیم که وارد استودیو شویم و نوبت به ما برسد. تنها اینجا رعایت نوبت وجود دارد. همین که نوبتتان آمد حتما سخن میکنید. حالا بیایید از واتساپ زنگ آمده ایستاده است. از واتساپ اولین زنگ رو قبول میکنیم و چند نفری که اینجا وارد شدن با آنها موضوع امروزه را دوام داده گرفته برفتن میگیریم. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستاده بفرمایید. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. درست خواهی کردید برادر. ما مردم مهاجر اینا بینید زیاده از 50% اقتصادی تاجیکستان رو با پیش برده شدیم. بله مهاجران با همین مهنتی حلالمان. بله ما میتوانیم اگر یک جای شویم همین تاجیکستان از همین فسادکاری و از همین حقخوری ها خلاص کنیم برای آینده فرزندانمان، برای آینده دولتمان. هیچ خودمان را همین با حال با قدرت صرف کنیم، همین حرامخوری ها را نیست کنیم. بله برادر میتوانیم. امروز باید مردم کشور به خود وظیفه گذارند که دیگر خاموشی بس است. یک روز، یک ساعت، یک دقیقه خاموش ایستادن خود نسبت ظلم را باید مردم خود به خود خیانت شمارند.
مگر نادرست میگویم؟ درست، البته درست، 100% درست است برادر. ما میتونیم اگر یک جای شویم 70% اقتصادیاتی که با پیش بریم میتونیم با یک جایگیمون یک دولتی بسیار فسان بنیاد یک پیشرفته برپا کنیم در بین 4-5 سال اگر بخواهیم. یکی اگر نخواهیم آینده فرزندانمون این همه خیلی بعد میگوید که ای مردم شما چیکار کردید، ما برای فاحشه رفتیم، چیکار کردید که ما برای حرامخور آینده مون آخرت مون سپردیم. گفته با فرزند و نویده‌هایمون آینده با لعنتمون میخواند. بله با همین دولت از دستمون میره. درست قید کردید. بگذار همین جنایتکارا جواب شد. من یک همو ایزد همون چیکار کردن بینید هزار یک همو روشاد گاو زند گناه خوشد روشاد برنامه کنن نشان چند مردم اگر گناهکار جواب شد یا همین مخالفان اپوزیسیون میگویند همینو حق ندارن که تاجیک نیستن که برآمد کنن برای چقدر آدمای باسواد چقدر آدمای با علم برآمده رفته سعودیان. اینا ما هم شهروندی روسیه را داریم. ما برای چی برآمده رفتیم؟ برای اون که ناحقی است. اویلومون که برآمده آمدگیم ما بیزاریم همین پاسپورت همین روسیه شهروندی ولی نکی همین عین ناحقی همون توقف نکرده آمدیم همین. بله حالا ببینیم واروخ گفته یک نفر وارد شدن چی گفتنی هستن یکو ببینیم همینجا در خط بمانید واروخ گپ زنید. سلام علیکم اکای شرف الله در استودیو بمانید حتما شما هم صحبت میکنید. واروخ گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بگذار دیگرها گپ نگیرن ما گوش میکنیم پتا سونی گپ میزنیم ما. معلش دیگر کس گپ زنید. امام علی گپ زنید. سلام علیکم. میگم که اویلا را پول کی کشته باشه خیشا همو امام علی کشته باشه برای که چگل میشه آدمی کشتگی را نافتن کسا بودن با جو محکم میکنن. برادر عزیز یک خودتون چی فکر دارید در همین باره؟ ما فکر میکنم که خیشو همی ما گپ زنم آواز خوشم میاد کشاقا هست صداتون. ما فکر میکنم که خیشو همی اومالی کشتگی برای که یک کودک هم اویلا زنده مونده بود ایم بانی مردگیو بغل نسا در چند قبض امو مردگ بود مثال امو دیده بود که مثال کی کشته تشاوچی مردگ و خینا نخو همی اگر مثال یک کسی یک چیزا بدزده یا که یک کاری مایده چیک نیو که یک از تنه دیول نیسته که مثال امالی استفو میدوان هم کسان بکوان میوان آمودما این 4 کسی یک کشتیان خیلی نمیوانش بود تنبولی در بین قشلاق در روزی روشن با فکر میکنم خیشه امالی کشتگی پروست یا اون کسانی برای محکم میکنن که نیفتمش رزولتات چه گفته خیلی چه معنا میدونمش خیلی به حد بزه با وضعیت روز تا روز بزه پیش دسته همین را گفتانیم که امو آدمایی که بردن محکمشون کن سخت بگیرن مثال اویلوشون بروند چیکنن طلب کنن اومد ترسونن مردم که شما را محکم میکنیم شما را سود میکنیم بار هم برن شما را سود کنن بگین ما را سود که اما هم کسا برن نبود چکور میکنن بکنن نفر پیشنهاد کردن گفتن که دیروز بود روز یک شنبه بود به فکرم در برنامه فردای تاجیکستان پیشنهاد کردن که باید ما بگوییم به تاجیکستان که برویم بگوییم که یگان میتینگ نه یگان تظاهرات نه همین همه به کوچه برویم بگوییم که ما رو هم زندان کن بگوییم که یگان یوتیوب تان رو خاموش کنید کسی که وارد شدید او هم خیلی کم در کره برای که دیگر راه نیست و خیلی یا نمیفهمن گپا هم بره همه کسی همی مردم براوا بگه که مورم سود کنه این مورم بگه محکم کوخ ایرا هم وقت ایزت همون ده کردن در کار بود همه را چه سود میکنن جونسته در ترمو این پدرسگ امومالی نمیفهمه دیگه عقل شعور را ایدش رفتگی این سگ بچه هاشم تربیه سود که اگه نیسته که خیلی کمتر مثال دولت شروع چکنن نمی سغیرو 8 بچه داره دخته داره
лаънати ҳаромзода амурам хушуд соз тарбия кагинеса хай созтар давлата идора канан иёш бо ай худаш дападан бале ҳоло бубинед дар кишварҳои мутамаддин масалан гирем дар аврупо вақте ки дарбораи як нафареро мебаранд зиндонаш мекунанд ё боздошташ мекунанд ки ӯ як шахси фаъол аст танҳо ба хотири сухан карданаш суханронӣ карданаш ё ки садобаланд карданаш нисбати ягон кори бадии ҳукумат вақте мардум чӣ кор мекунад мардум ба хотири ҳамоҳангӣ бо ӯ ба хотири талаби озод шудани ӯ ҳама ба даҳонашон скотч мебанданд ва берун аз скотч менависанд ман гунг ҳастам мебароянд ба кӯча чӣ бугум ира мегӯянд ки шумо гунгро мехоҳед яъне мардум гунг бошад забон надошта бошад дар ин хел ҳолатҳо мисол пассивни бинан дар кор неста мисол чӣ бугум мекша мебикша суд мекуна суд бикуна бире ам оилаш бирам аммо ам авлодиш хеш табор мисол амаки тағаш ам 20 нафара 30 нафар мешава ҳама каса бирам бигӯянд ки ё ӯра сар метӣ барое ки ӯ надидаяна занаш дидая ки шиканҷаш кардаян ё ки ӯ хеш таборш нақл кеста ки ё сарш метӣ ё ки морам суд кина ами 30-40 нафара бар суд кина ами оилави бираман суд мумкин бигад дохи дигари хеле чӣ мешава мардума мебаранд мекишанд тобакаби тои дараҷара хайна ами эмомали ақлман дорад лаънати бародари азиз эмомали ҳоло бубинед тақрибан 2 моҳ зиёд шуд як бародар аз зиндони тоҷикистон озод шуда баромадааст тарафи русия омадааст аз русия ба мо тамос бигирифт ва камтар суҳбат кардем мегӯяд ки дар бораи чӣ гуна зиндон шудани худаш нақл кард бурдаан зиндонаш кардаанд ҳоло сабташ дар мо ҳаст хоҳиш кард ки ҳамин сабти маро нагузоред дар ягон ҷо гап назанед чунки садои маро мешиносанд мо қабул кардем сабташ дар мо ҳаст аввал бурдаанд гуфтанд ки ҳамин гуноҳро эътироф мекунӣ эътироф накардааст ба дуруни як ҳавзи хунук дар ҳамин вилояти суғд ҳамин корро карданд гуфт дар ҳамин шаҳри чкаловск ҳамин корро карданд ба даруни як оби хунук ҳавзи хунук парк муктанд ва ба ҳавз барқ ҳамро карданд ҳамин хел меларзонад мегӯяд ки ба ҳеҷ гуфтор рост намегӯяд баъд аз вай гирифтанд ҳамин чиро чӣ хел худаш нақл кард ман қадар тасаввурам карда натонистам ҳамин бадан меларзад ҳамин мурғақҳои бадан медамад ҳамин хел нақл карда шудааст ки ҳамин як қобчаи тарро ба сараш пӯшондаанд ҳамин хел ба олати мардияш барқ мондаанд баъд гуфтанд қабул мекунӣ ё не қабул накардааст гуфтааст ман эътироф намекунам ман кори накардагамро намекунам бикушед гуфтааст кори накардагамро намекунам нохунҳои дасташро кандаанд нохунҳои дасташро кандаанд эътироф накардааст баъд дар охир чӣ кор кардаанд дар охир оилаашро оила не номзадашро номзади арӯсашро яъне арӯсе ки номзад шудагӣ аст ба ӯ ҳоли хонадор шудагӣ нестанд гирифта оварданд ӯ духтари хона аст ҳоли хонадор шудагӣ нест гирифта оварданд гуфтанд ки мана ин гуфта истодааст ки ту ҳамин корро кардаӣ ба ин нақл кардаӣ бечора ӯ духтари хонаро гуфтанд ки таҷовузат мекунем агар бар зидди шавҳарат ҳамин гапро нанависӣ агар нависӣ ахар 5-6 моҳ мешинад мебарояд гуфта фиребаш кардаанд хар пӯятон 5 моҳ 6 моҳ дер шуд барвақт чӣ фарқ дорад агар ту инро нанависӣ гуфтаанд буду умраш мешинад мо ҳабси абад медиҳем бечора духтарак ба хотири таҷовуз нашиданаш зидди шавҳаршавандааш зидди домодшаванда эътироф навистааст имзо кардааст гуфта истоданд ки мана ҳамин ту ба ин арӯзшаванда дар вақти встреча дар вақти свидания вохӯрӣ гап зада будӣ дар ин бора ман ин хел мекунам гуфта будӣ аз ҳамин ташкилоте ки ба ӯ аъзо ҳастӣ дар он бораш гап зада будӣ гуфтааст ман ба ин ҳичи гуфтагӣ нестам ин ҳам нагузаштааст баъд ӯро оварданд дар пешаш арӯзшавандаашро гуфтанд ки пеш аз он ки
تنی این عروسشونده رو لوچ کنیم، همینجا سر کار رو سر کنیم، امضا میکنی. بعد خیلی فکر کرده است روزی نشده است. همین که روزی نشده است، او بیچاره عروسشونده رو بلوچ کردن سر کردند. بلوچ کردن سر کردند در پیش چشمانش. گفت از هر کاغذ رو بیارید، من نمیخوام. من به خودم چقدر تجاوز شد، به خودم چقدر ظلم روا دیدین، شکنجه روا دیدین، من صبر کردم، طاقت کردم، اما نمیخوام که به ناموسم کسی چیکار کند، تجاوز کند. این دخترک ناموسی من است، ناموسی من است، آینده عروسی من است. به این نرسین. بیاید هر چیز چی شد من امضا میکنم، اما به این نرسین. اوخی هم مثال هم دخترک اتا چنا را مثلا پدر مادر یامیو گجودان. اوخی ما به نیوت حیران میشم، همین پدر مادر یامی توجیکودا، همین کامپیر مصفد یامی توجیکودا همه خب به اور به نوم بشود خاموش بود. لبه حالا من اولی برنامه با همین گپا سر کردم، به همین حالت میشود خاموش بود. اوخی اینا ما حیران میشم بخنامی پدر مادر و همین مادر کلانتر مادر اما خب به اور به ناموسن که نه خیلی خراب میکنن، میشینن دیوانن چیان. اوخی بودم بچه تا فرزند تا بودم برا گپ زبو که گچ میبری چیکارش میکنی. اوخی لامی چه بگم اینا میبری شامه مونا بخچه چی میگیره خیلی دیگه کلانتر دیگه پیر نمی. اوخی روی او چات سیو اوخی امی پادالانات هستن. امی بعضی کلانترهای مو که امی پدر مادرو این امی فقط خدای بخدای بگرده، امی توقع او شوربا رو در پیشمونی بخراب. اوخی هم بیچاره تا میبرن محکمش میکنن چی با نمیره گپ زنی. نام رادیو زو دیدم دیدستم غیر همو زنشه نمیخوام کامپیر گپسته هم اتا داره اماکی داره او آدم تاغا و خولا داره. اوخی بار پدر تو نالا همین مرده گه توی خدایی کن همه کسان میدامه کلاتون پیش که اگه در توقع گشنوی خدا زده میدامه خود دیختون چی میگین خواهد همین روزی بعدش گدو دا این اوخی لعنتیو همین بختو هم قب پدلانتان همین خلقی ما همین کلانتراش همه قب به اور بنومسانه توبه کم بختو همین توی تماشون بشه. حالا در واتساپ علاقه هستند که زیاد نفران زنگ زده شدن، اون کس را بپرسیم که یکون گفتنی باشند بگویند تا اینکه نوبت را در واتساپ به دیگران گذرانیم. نفری که از واتساپ زنگ زده شده یکون گفتنی علاقه دارید؟ برادر من گفتنی هستم که بر هموطنان ما باید خیزیم همین حکومت را علیش کنیم. همین یک بار اومدیم یک بار میریم برای آینده ملت من، برای آینده دولت من، وطن من، خاک وطن من ما باید خیزیم. ما نمیگیم که جنگ کنیم یارو گیریم، خیزیم طلب کنیم که استعفا دین همین علیش شوین و آدمای با سواد بیاین یک پیشروی کنن. من طلبی من از هموطنان از اینمی 1 میلیونی که میگن مهاجران ما میتوانیم، ما اگر نترسیم هیچی گپ نیست، نکی ترسیم تمام اولاد ایراد من انمی خیلی در حق لعنت میخونن، هم ماشون دیوس میشن، همین خیلی با همین راه میرن. بله وجهت من برای هموطنان من بود. تشکر به شما برادر عزیز. امیدوارم در برنامه‌های دیگر نیز شرکت بکنید و این گونه فکر و اندیشه‌های جالبتان را ابراز می‌کنید. حالا برادر امام علی که بعضی حرف‌های خودشان را گفتن، اینجا یک نفری با نام منصور وارد شدگی هستند. به این حرف‌های امام علی و به این گفته‌های ما چه نظر داشته باشند؟ برادر منصور بفرمایید. السلام علیکم آقای شوکت جان. و رحمت الله و برکاته. قندتون زنید. آقا جان یک از شما مصلحت پرسیدنی ام من. بفرمایید. من ببینید مقصد گپی من از شما پرسیدنی، شما به حد بسیار مردم قطعی سر و کار میکنید و گپ و جواب و سوالهایشان با جواب میتید و به حد زیاد سیاست با نزدیک شما. من میخواهم که یک چه گپ زنم با شما، یک مصلحت پرسیدنی که چه من یگان هم خیلی حزب سازم که هم شما با مقابلش باشم، همین رحمتی هایی که خاص در وطن است.
метавонед ҳамин савол ба ҷавоб додан. که هم با ما مقابل باشه ҳам бо ҳукмрони мамлакати тоҷикистони ҳозира худораҳматиҳои ҳозира боред. ما را خدا رحمتی کردنید شما حکومت امروز رو. не шумоя не он одамҳое ки дар ҳукумати ҳозираи тоҷикистон шиштагиан худораҳматиам ва ё на худоям медонад на пайғамбарау мачито ҳама чи ба ин маъно ма шумо ба гуфтаниям. برادر عزیز лабай برادر عزیز می توانید از حاضر شما مخلصانتان را هماندیشگانتان را از خود حاضر جمع کنید، توانید در تاجیکستان رفته ثبت نام کنید، نام حزبتان را اعلان کنید. не акаш шумо узур пеши гапатон ман шумо рафта наметавонед ман куҷо рафта метавонам. حالا صبر کنید برادر عزیز، من فکرم شما سوال دادید به من، مسئله من همین است، هماندیشگانتان را جمع کنید و اگر به خود باوری داشته باشید در تاجیکستان روید، انجمنتان را دایر کنید و خودتان را در بازار البته و همین خیلی بر ضد حکومتی حاضره. حالا صبر کنید برادر عزیز. اما این کار که شدنی نیست. چیزی دیگر همین است که عرب ها یک چی دارند، یک تاکتیکی مبارزه دارند، فرموله مبارزه دارند. دوستی تو دشمنی من چی می شود؟ دشمنی من دوستی تو دشمنی من می شود پیلوس و مینوس جمع و تر برابرش منفی می براید. یعنی دوستی دشمنی من است. بله دوستی دشمنی من است. با دشمنی من دوستی کرد یعنی دشمنی من است. بله اما دشمنی دوستی من دشمن من است. فهمیدید؟ فهمو انا ایستید شوکت اکا باز یک گپی دیگه موبایل با میدارد یک سوال دیگه وقتی که شما مقابل ما هم شوید البته زمانی که با رقیب ما مبارزه میبرید ما دوست شما هستیم، به شما کمک میکنیم، با شما هیچ مقابلتی نداریم. توری 100% برای همین برادر عزیز وقتی که شما حزب میسازید بر ضد حکومت حرکت میکنید، قوتتان رو بر ضد ما صرف نکنید. پیشکی میگم برای که میگن که زور بیهوده میان میشند، تمام فکر و اندیشتان رو همون سو روانه کنید. حالا بعضی از دوستان ما، بعضی از نیایی‌های ما هم بر ضد مخالفین قوت صرف میکنن و هم گویا بر ضد حکومت قوت صرف میکنن. آخه بر ضد ما شما قوت صرف میکنید، زور بیهوده میان میشکنن. 100% گپتون 100% که مبارزه میبریم معلوم است. 100% انا تو وقت حالا صبر کنید لابای گوشم باشم. ما امروز هم بر ضد مخالفین مبارزه میبرند، هم گویا بر ضد حکومت مبارزه میبرند. این ابلهی است. بیایید شما همین دیکتاتور رو نمیخواهید، همین حکومت ظالمانه رو نمیخواهید، بر ضد همین مبارزه برید، شما غلبه کنید. ما رویم در همین حکومت عدالت پروری که شما تشکیل میکنید، شما اهل ضیا در همون زندگی کنید. در قوتان را ضد مخالفان صرف میکنید، خاطرتان را، علمتان را، دانشتان را صرف میکنید. در اونجا حکومت ظالم و تمام قوت قدرتش هم ضد شما است، هم ضد مخالفین است. برای همین برادر عزیز وقتی که حزب میسازید و میخواهید که هم بر ضد حکومت مبارزه برید، هم بر ضد ما مبارزه برید، خواهش میکنم بر ضد ما مبارزه بردن را از خاطرتان برارید. اگر شما مبارزه برید هم دیده ایستادید، ما مبارزه نمیبرید.
اینکه ما اینقدر قوه زیاد نداریم که هم به شما صرف کنیم و هم به حکومت امروز صرف کنیم. ما یک همین وای داریم و این حکومت امروز رو ما دشمن نمی‌حسابیم، فقط اصولی اداره دولت داریشون رو خطا میدونیم و میخواهیم که همین اصلاح شود. ما آنها رو دشمن نمیدونیم. برادر عزیز علی مهاجر گپ زنید. سلام علیکم. برادر علی خواهش میکنم صبر کنید. برادر منصور یگان ادامه دارید؟ اکا آخرون گپای من، آخرون اکا بفرمایید. مقصدی گپی من چی بود؟ من نگفتم که بستر شما ظلم میبرم، بستر حکومت حاضر ظلم میبرم. حاضر بنابرای بابوی بنابرای مقصدی گپی من همین بود که یکی پروردگار خداوند الهی حامین همین خدا رحمتی امام علی حرامزاد ای دنیا دور کنه و شما در سری حزب و حکومت بیایه. اگر یک خطاگی که ای شما براید من بر ضد شما میخیزم. تشکر به شما. سلامت باشید برادر عزیز. علی مهاجر بفرمایید. سلام علیکم با همه هموطنان، با شما اکا جان. و علیکم السلام و رحمت الله. من گفتم یا درام چادر کردیدم، یا گفتم درام ببینم چی گپه. یک دو گپ داشتم. بفرمایید. ما کلنج کار میکردم چند وقت پیش، یک 2 سال پیش ده. با یک ملیسا فقط می اومد، ملیسا کلون فقط می اومد گپی کیرا میزد، گپی ملیسای تاجیکستان. میدونید چون میگو؟ چی میگو؟ اکا میگو که ای او دا ظالمتر نیست، ما کم تا رحم داریم، او رحم نداره. میگه نگلا پستاوت میکنه، نگلا میگه پستاوت میکنه، میگه بگی دیپارتاتیش که پروس ما بیار براو با این ایرپورت هم میگیمش میبرمش. فهمدی؟ میگه ما میپرسمشون چیکارشون میکنید اوجا؟ میگه ما میبرینشون دلشون میدونم. کی را میبرین؟ میگم میگه که کسی که مقابل پرزیدنت میخیزه، کسی که کلیتیکوات میکنه. فهمیدی اکا؟ بله. چند کس هم خیلی بردن، چند شناسی ما را بردن. یاد شما چی میگن اکا؟ روزی هستین در گفت ما با خدا ما دهن خودم گپ نمیزنم. این هست، این حادثه ها هست، هر روز شده است. حالا امروز یک دوستم که بسیار مسئله های مهاجرت رو پیگیری میکنند صحبت داشتم. نامش رو هم میگیرم، برادر فرهاد عادل‌نایف. وقتی رو درباره برنامه امروز میگفتم، الله شفاش داد، کمتر بیمار است. گفت که شاید وضعیت مهاجرین بعد از 15 سپتامبر نهایت بی‌ضبط شود و دیپورت‌کنی ها زیاد شود و همین مسئله هایی که شما گفتید داغ است برادر عزیز. نه فقط هر روز این مسئله وجود دارد و همین چند روز هم 8 نفر همین روز گذشته بود یا همین روز بود خبر خواندم که 8 نفر را روسیه به تاجیکستان داده است. 8 نفر گویا جنایتکار را. آنها این 8 نفری که تاجیکستان آنها را جنایتکار میشناسد، شاید یگان نفرشان جنایتکار نباشد، از آنها جنایتکار باشند. ماندگی شاید به تهمت شاید به تاجیکستان فرستاده شده باشند. این هم وجود دارد برادر عزیز. حالا بیایید در همین دیگران رو هم شنویم. یک نفر با نام درویش میخواهند سخن کنند که ببینیم چی گفتنی هستند، گفته های شما چی گفتنی هستند. درویش بفرمایید. آقای شوکت السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درست هستین؟ تشکر به شما برادر عزیز. من برادر از شما یک چی پرسم. همین طالبان من همین روز دیدم 3 نفر بودن. همین یک تاش کپی همین رحمانوف میگم دوینیکش نباشه. ریش دارد؟ ریش دارد همین کپی رحمانوف.
اول من حیران شدم. این کریتیکا به بیچاره امام علی رحمان سلام میپوشانند، ریش میمونند، در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند، آخر به طالبان مانند نشود که شود ده. نه همین زنده شما همین روز دیدم همین کلام از سامایلوت فرومده سو بودن همین کپی ما گفتم هم دوینیکش بوده. نه برادر، گرچند که رفتار و کردار و مناسبت امام علی رحمان بدتر از طالبان است. طالبان از امام علی رحمان رحمدلتر هستند و دوراندیشتر هستند. قدم های خودشان را با اندیشه میمونند طالبان نسبت امام علی رحمان، لیکن فکر نمیکنم که در بین طالبان امام علی رحمان دوینیک داشتگی باشه. اما برادر عزیز، شاید هم باشد این چیز را تا با آخر گفته نمی شود که نه این خیلی وجود ندارد، این خیلی شدن چیز ممکنه. شاید اگر شوکت همین برای مبارزه ما برای شما یک پیشنهاد داشتم. همین برای مبارزه من قدیده هستم اگر خیلی سال شد مردم مبارزه میبرن، هیچ گفتی گپا مردمی خوجند ما برادران خوجند ما خوشان یک طرف میکشند، مردمی پامیرا یک طرف خوشان میکشند، برادران بدخشانی. انا من یک چیز حیران که اکثریت مردمی بدخشان، مردمی خوجند اما شهروندی روسیه را دارند. برای این انسانا با فکرم یک فرقیت نداره که در تاجیکستان چی میشود نمیشود، چون که همشان خانه خیز، هم مردمی پنج و ونج و همین پامیر و انا مردمی همین خوجند. اکنون منم خارج 20 سال میشد همین روسیه اونده میرم میبینم پروای همین دنیا ندارم. ناز رفته سای اکثریت مبارزه هم مردمی، اکثریت مبارزه مردمی طرف همین خطلون زمین میبرد. یه مینوت بیس که گفت خطا گفتی، یه مینوت بیس همین گفت معقول نشد که بخدا همه مردم بدخشان بیس ولی که بیس هم یه مینوت یعنی بیس که گپ گوش که مردم بدخشان همین زدن بردن سال 2012 زدن پیت کردن مردم بدخشان. چی گفتی است؟ مردم بدخشان هر روز میخیزه، هر روز اکورات میکنه، هر روز میگشون نیست یگان چی نیست. یا بار نگاه که حالا این همه بدخشان مخی نه من گپی من نیست. من میدونم که نسبت مردم بدخشان ظلم شده. نه که مردم بدخشان همه همین تاجیکستان گرفتار اومدن، در تاجیکستان کسی مونده همین کم تر همین اوجا چی کار نیست که بکنن مردم، یگان کار نیست که بکنن. هرش خواهش میکنم یک بار همین اساسا همین مردم همین مسئله. حالا ببینید برادران عزیز، همین مسئله در بدخشان تقریبا 200 زیاده از 200 زندگی میکنند، شاید 250,000 باشد، همین قدر. مثل اهالی تمام ولایت مختار کوهستان بدخشان به یک اهالی کمتر از اهالی ناحیه باباجان غفورف است. از اهالی ناحیه باباجان غفورف کمتر است. تمام اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان. اما برادر عزیز، در این کوهستان چیکار هست؟ چیکار هست که مردم روسیه نرفته در اونجا کار کنند و رزق روزی خودشان را یابند و در همینجا بمانند؟ درست نفرانی که یگان رادیو یا تلویزیون دیگر یا یوتیوب دیگر فعال کردگی هستند خواهش میکنم ببینید برادران عزیز، درست است که بدخشان لعل بدخشان دارد، سنگ های قیمت بها دارد. امروز 73% صادرات تاجیکستان را در همین 6 ماهه اول سنگ های قیمت بها، متال های قیمت بها تشکیل کردند که در این سنگ و متال های قیمت بها سهم بدخشان بزرگ است. لیکن اینها را آیا در بدخشان اینها کارخانه های کارکرد سنگ و متال های قیمت بها تشکیل کردگی هستند، سازمان دادگی هستند، تاسیس دادگی هستند؟ نه، همچون اشیاء خام بیرون میکنند. یعنی در آنجا کارخانه های کارکرد سنگ و متال های قیمت بها وجود ندارد. پس مردم چیکار کنند؟ اینها میگیرند، میکنند، میبرند به خاک و بنهش بدون بیبرکش به خارجه میبرند. مردم چیکار کنند؟ باشد هم خیلی تعدادی کم است. مردم چیکار کنند؟ در ولایت سوخت کارخانه ها کار نمی کند. خیلی کم کارخانه ها کار میکنند.
اکثریت کارخانه هایی که موفق بودن از جانب اویله مونوپول شدگی است. مونوپول شدگی است از طرف اویله. چیکار کنند مردم؟ اکا ممکنه ما جواب تیم سوال داده مجبور این یعنی حالت اجباراً بر روسیه گسیل کردن مردم وجود داره. یعنی مردم رو اجباراً بر روسیه گسیل کرده ایستادن. همین خیلی تنگ در تاجیکستان تنگ کرده ایستادن که مردم قوه قابل کار در تاجیکستان نه استاد، طلب کار جای کار نکند، به همین روسیه برود. همین خیلی تنگ آورده ایستادن. این به خاطر چیه؟ به خاطر آن است که سیاست پیشگرفته حکومت امروزه همین است که نمیخواهد یگان نفر بیکار سر بالا کند و بگوید که به من جای کاری افتاده. بروید غلامی کنید، بروید غلامی کنید، بروید غلامی کنید. اینجا میباید مردم به سر شاخش قانونهای روسیه میزند همین قدر سرکوب میکند که از مهاجری بیچاره تاجیک یک همین قابلک شده گشته میرود. قابلک شده تاجیکستان میرود. از در روسیه همین قدر سخت طلبات هست که به هیچ گفتگو راست نمیباید. این حجت را درست کن، آن حجت را درست کن، کار را این خیل کن، کار را این خیل کن، اینجا را نادرست کردی پول نمیدی هم، اون تخته را نادرست زده پول نمیدی هم، این تخته را درست کنی بعد پول میدی هم، حجت را نادرست کرده ای رجیستراسیون نمیکنم. این خیل گپ‌ها قابلک میکند. با هر کوچه بر اومدنش از پلیس گرفتنش در کار، از در پلیس دستش برای آن که دیپارتاسیون نشود به پلیس دستش را پیش بر کرده گپ زدنش در کار، به پاسریدنیک برای آن که بی پول نماند، به جای کار نماند، به پاسریدنیک گپ سخت نزدنش در کار، حقش را سخت طلب نکردنش در کار. در اینجا همچون غلام مهاجر آبتاب مییابد. یک غلام تیار، یک یعنی از تاجیکستان به اینجا برای غلام شدن فرستاده می شود. در اینجا غلام تیار کرده شده. تمام فکر اندیشه این انسان مهاجر غلامی می شود، بعد به تاجیکستان گسیل کرده می شود که در اونجا می رود بچخل می شود. به یگان ظلمی اجازت هست صحبت کنم؟ حاضر به یگان ظلمی حکومت گپ زدن نمیتونه، سر بالا کردن نمیتونه. بله علی مهاجر گپ میزنم گفت کی گپ میزنم گفت حالا علی مهاجر اکنون صبر کنید. یک نفر بسیار سراسیمه بودن. کی بودین که گپ میزنم گفته شده بود؟ عبدالله 88 کو این من گفتنی هستند. بعد عبدالله 88 دیکتاتور گپ میزنه. آخه ما اینقدر دیکتاتورها رو خوش نداریم. سلام علیکم آقای شوکت و کل مردم تاجیکستان هم و سلام خدا. برادر از ما خوش نداریم ده، برای همین نوبتتون رو به دیگر رو دادم. عبدالله 88 یک منوت صحبت کنه. این نام برده من خیلی مقصد گفتم که اما خیلی قبول کنه. اما بچه ها برومانه گفته که دین هایم در دیگر موضوع بچه ها گفته که فلان فلاسله بچه های سول فلانی هم دیکتاتور صبر کنید یا در داخل فنه مادن آباد میرسیده باشه مادن؟ نه شروع آمدید تا که شوکت وای دیکتاتور شما داخل فنه گپ نزنید سزایتون نه فهمیدم حالا شروع رفته شد گپ زنید انا با شما رسیدنی هم که ما از سالهای 2000 سر میکنم تا 2021 تمام کلخوزهای تمام جایهای کار دولتی را از حتلان زمین کلونا را ماندن، رئیس و دیگر و کلونا را ماندن. همه کلخوز کار میکرد و درون همیا من کار میکردم. همین کلخوزا همه کلخوز گاو داشت،
گوسفند داشت، دیگر داشت، سواد داشتیم، دیگر داشتیم. همه چیز از چشم خدا من یعنی پیش خداوند را قسم میخورم که کم از بار کردن بردم، کم از بار کردن زواد کوچانیدن به اصلان. خیلی باید سر میدراید که از زواد ولایت سوخ حتلان ده حاضر گفتن که نو زواد ساختیم. این زواد کار میکرد، ای دوره شوروی کار میکرد. خیلی حتلان را گفت که ما زواد ساختیم، ای کسای خدا ما این حتلانی ها دیگران سعودیان فرق نداره. یک عقل کار بفرمانه که خیلی یک کوهنه زواد میگیرن درونش میبرن، زوادی نو میسازن، بالاش نوای درونش همون زواد های کار میکنه. اوجه او شخصی شد همون چی میگه خودش خود کدنی هم مقصد. همین چیزا را بدونه مردم در کار باشه، همین زمین ها را تقسیم کنن، برطرف تقسیم کنن. یک آدم داره که همین طول شولی پویا را میدونه، شما همون سوق میدارین همون جا را میبینه. اما یک کسه همون زمین یک کسه شما میدونه که شوکت ای کیه نامش نمیگیرم. یک کس نه 1000 گیتار زمین باشه، دیگران چخیل گوسفنده یا اینکه بگیم که جای پخته بودم. من لیش نه کلخوز کار میکردم، من ولایت سوق ده ما پخته میکردیم، ما با زمین میدادن، آب ما میدادن، ما کار میکردیم. همین طولانی یک سال کار میکردیم، یک سیزن کار میکردیم. ای همون زمین یکون چیز میگرفتیم. دیکتاتور یک دقیقه صبر. این گپاتون دیکتاتور به مانند نیست، بسیار نامتان ضد خودتان بوده است. جهان بابایف آماده شوید، ما یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم. بعد از اون جهان بابایف اکا شوکت یک توقت کنه، یک توقت کنه نوبت رو به دیگران هم بدیم. تمام اکا دور کم در وقت زید بود در راه بودم از واتساپ جهان بابایف آماده شوید. سلام علیکم بابای شوکت. گوش میکنم. سلامتی و خوب مونده نباشه. زنده باشید شما. مونده نباشه. زنده باشید. همه که گپ زده یک 10 مینوت پیشتر که زنش تنش لوچ کردن چی کردن گفتن خیلی بیزوتا شدم من برای همین. بله من هم چند روز به خودم نآمدم. انا همین پسر رو اگر زنده سلامت در همین روی دنیا باشم، اگر در تاجیکستان بخورم، من کپ گام میزنم. گپ بسیار خوب نمیبینم، گوش میکنم پروگرام شما. 2018 گوش میکنم. من آلمانیا دا بودم، این پروگرام شما گوش میکنم. من با گشته آمدم وطن خودم، از من رسیده غریبم برادر. التماس از شما یک بار دیگه همه وقت خدا نگهبان شما باشه. هم آدمای غریبن همه وقت خودشون احتیاط کنن، در کجای نباشه خدا نگهبان بود. صحت سلامت در تاجیکستان باشم. اگر همین رو کمتر یعنی ما کنیم، همین آدمایی نمیشدگی دوز غارتگره. بله من یک سوال گفتنی به همون آدمی که همین گپ رو شما دا گفته. من خودم 91 92 جنگ کرده اومدگی. من یک غریبم، 24 سال در شهر غریبی گشتگیم. بله من 46 دادر آمدم بابای شوکت. با خدا قسم قصاب شما در کار باشم. من همیجا نمبر تلفنم زنده حیات با تاجیکستان رسیدم. قصاب بچه هم قصاب لازم نیست برادر. قصاب خودم با آدم قصاب میکنه. در این باره فکر نکنید، به این چیز نوبت نمیرسد برادر عزیز. تاجیکستان میدونم نوبت نمیرسد. کادرهایی که در تاجیکستان امروز حکمرانی کرده ایستادند میدونم آینده در کار است. از شما التماس همین مبارزه آسایشته با آنها کفایه است. فقط به مردم باور دادن در کار است که مردم به خودش باور کردنش در کار است که یعنی یک سر گردن از همین روزه حکومت داران امروزه ما شخصان بلند مرتبه داریم، بلند اختصاص داریم، کادرهای مناسب داریم، شخصان ارزنده داریم. فقط به آنها به خودشان باید اعتماد بخشید که آنها این کار را میتوانند. باید در مردم اعتماد به خود زیاد شود. وقتی که در مردم اعتماد به خود زیاد شد به هیچ چیز نیاز نیست برادر عزیز. انا همین به طور آسایشته انشالله که ما پیش برویم.
سلامت باشید. یک سوال دیگه هم با کمتر میگم. یک سوال دیگه بفرمایید. التماس برادر، همین 3.5 میلیارد تاجیکستان من میخوام که هوای ها با دیگه دولت ها داده شود. من انا همین قشو برای خلق خودم میخواهم. بله. این رو اگر ندیان عذاب است. این سوال رو من نوشته با کانون شما روی کرده بودم 2018 تا قرضدار تاجیکستان قرض رو نکنیم ما هیچ وقت در پوچه راست نمیشیم. این بود این میشود این میرود. برادر عزیز، همین 3.5 میلیارد دلار تقریبا به سر هر یک اهالی چند دلاری 300 دلاری راست میگوید؟ اگر 10 میلیون باشد نباشه 8 چند تا گینه غلطه 3.5 میلیارد تقریبا 300 دلاری راست میبود. یک وقتا 100 دلاری قرضدار بودیم. حالا ببینید 200 همین تقریبا 5 6 سال پیش هر یک سری اهالی 100 دلاری قرضدار بود. حالا ببینید 300 دلاری قرض شده است. تقریبا 99 دیویدند تاجیکستان برای اینکه سال به سال به جای قرض رو کم کردن قرض ها دوچند شده رفته ایستاده است. این نشانگری زیاد شده است. این قرض ها رو چیکار کنیم؟ برای خلق عذاب. یک بار برآمده جواب گن اما جواب نمیدین. لیکن اگر حکومت مردمی شود باور کنید این قرض در نزد قرض امریکا و در نزد قرض دیگر کشورهای پیشرفته هیچی است. مردم خودش میتید یگان مشکل نداره. همین مردم راضی شود که مثلا در یک سال جای کار یابد، جای زیست یابد، آزادی به تجارت داده شود، آزادی به استحصال داده شود، کارخانه ها آزاد باشند، مناپولیستان از بین برده شوند، از دست مناپولیستان تجارت ها کشیده گرفته به دست مردم داده شود، برق ها به مردم داده شود که توسط این برق ها کارخانه ها به کار درآیند. این قرض دادن مشکل نیست برادر عزیز. حالا برای هوای حرکت کردن در کار گفتید که برنامه‌های ما را از سال 2018 تماشا میکنید. فکر میکنم برنامه‌هایی که ما تحلیل‌های اقتصادی میکنیم تماشا میکنید. هر روز تماشا میکنم. آقای شوکت محمد اگر اجازت باشد صحبت کنم. باشه. خب زنده باشید. جهان بابایف بفرمایید. بسیار بی‌صبر کرده ایستادید. یگان سورپرایز دارید چی؟ من با نام پیشوای صلح‌پرور صحبت دارم. پیشوای صلح‌پرور صبر کنید. ما به جهان بابایف وعده کردیم که به این کس نوبت میدهیم. این کس شما رو بی‌صبر کردن. خواهش میکنم پیشوای صلح‌پرور یک بار صبر کنید. همین جهان بابایف یک بار گپ زنن چی بسیار بی‌صبر کردن چی گفتنی هستن. جهان بابایف گپ میزنید. پیشوای صلح‌پرور گپ زنید. جان بابایف بار دوم است که به شما نوبت میدیم. شما گپ نمیزنید. سلام علیکم. و علیکم من میخواستم از امروز که من فکر میکنم شما اعضایان سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستید. من یک سوال داشتم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طول تا سال 2015 در تاجیکستان فعالیت میکرد و در همین مدت حزب توانست که یک برنامه مکمل برای آبادی تاجیکستان، برای پیشرفت، یا اینکه یک مکتب، اقلا یک مکتب برای ملت، برای کودکان، برای نسل ملت یگان کار کرد یا نکرد. نمیدونم. وقتی ما کودک بودیم همین حزب نهضت اسلام میگفتن ما در سیمای حزب نهضت اسلام فقط همون 4 مجاهد، همون 4 رشای دراز که قتل و کشتار میکردن همون راه را میدیدیم. نمیدونم امروز شما با این لحن صحبت میکنید. این چی رفتار است؟ نمیدونم. لحن با کدام لحن؟ یعنی انا حاضر شما از درد ملت گویا که میگوید، گویا که از ظلم بالای ملت میگوید. شما الحال درباره بدخشان گفتید. امروز حکومت تاجیکستان هم کوشش کرده ایستاده است که همون تکنولوژی های را بر تاجیکستان وارد نماید که برای جای کار تشکیل کردن، برای کارکرد کردن، یعنی همون ذخیره هایی که امروز ما داریم، اشیاء خام، امروز حکومت کوشش کرده ایستاده است. همه اینها در یک حالت، یک مدت معین میشوند. لیکن من نمیدونم شما یک برنامه مکمل حتی نتوانستید برای
که حکومت پیشنهاد نماید. همه رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای جیب خود کار کردند، مخصوصا معیدین کبیری برای جیب خود کار کرد و بازارها ساخت. یک مکتب حتی برای نساختن، یک مکتب. امروز حکومت شکر خدا که کرده است و دست نمیدانم برای چه اینقدر بین ملت، بین ساکنان، بین جمهوری شما اختلاف میاندازید، جوانان را، مهاجرین را اختلاف میاندازید، گویا مهاجرین را ضد دولت خود آماده میسازید. این فکر میکنم بسیار کار خطا است. شما دفشه بیناموز، دفشه برو گوشه، دفشه حرام. اگر شاکت همین را دفت کی یعنی بیاقلی بد داری اودا. یک بار صبر کنید، خواهش میکنم. پیشوای سلپرور دوام تید. پیشوای سلپرور دوام تید. خلاصه گپ من همین بود که آیا شما می توانید بگویید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و امروز پیمان ملی میگوید، نمیدانم آزاداندیشان تاجیک میگوید، نمیدانم آیا همین ها برای ملت تاجیک، برای حکومت تاجیکستان، یا اینکه زمانی که در اینجا فعالیت داشتند چی کار کردند برای خلق، برای ملت؟ خوب، تشکر. توانید یک کاری، یعنی که با زبانی وای گویم پیلوست چی کار کردن، یک کاری مثبت چی کار کردن؟ تشکر به شما برادر عزیز، تشکر. همینجا بمانید. من سوال هایی که شما دادید یک دو سوال بود که یک سه چهار مرتبه تکرار کردید. به هر حال من نوشته گرفتم، به هر نوع این سوال ها رو تکرار کرده باشید به همون نوع خودش من اینجا قید کرده گرفتم، حتما به شما جواب میدم و امیدوارم که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ریاستش و نفرانی که در رأس پیمان ملی تاجیکستان هستند این حرفهای شما را شنیدند و وارد برنامه میشوند و به این گفته های شما جوابشان را میدهند. امید دارم همت بلندی میکنند، خاموش نمیایستند. چیزی دیگر، حالا من چند نفر وقت سخن شما را بریدنی شدند که به این گپ شما جواب دهند، من آنها را باز داشتم. برای همین پیش از آن که خودم جواب دهم، کسانی که سراسیمه شدند که پیش گپ شما را گیرند به شما جواب بدهند، گپ بزنم. کی گپ زده ایستاده بود؟ دیکتاتور گپ زده ایستاده بودین شما؟ من گپ همین برادر. امی برادر میگه که امی مقصد امی حالی کامسلی ای که فلان خیز هیچی کار نکرد. اگه شاکت بدونه که امی فلان خیز ای کجا سون میگیره مقصد امی منافلش لگه ایاکی خیز نه بگه ما مقصد خیز نافت ای کجا سون میگیره که یک چیز بسازه. اگر او را جدا نکنه بجوجه تا خیلی جدا میکنه این وابستگی داره. بجوجه در دست که پیشوی سوپرور بجوجه در دست که توپای بدن نیست که همی بگوی که فلانی فلان نکرد، فلانی فلان نکرد. گوش که بعد از 21 سال ما همی بچه های خوجاندیم، ما سرجر شدیم، یک خیلی آدم پولدار حواف کردیم که ای مسکه و مقصد بجوجه میدیلت کنه. او گفت که شما مرا یک چیز کنه که همی ما انتریسوات کنه مرا مقصد امی بودجت ما ای تاجیکستان نتونستیم گرفتم و چند بانک امی چی دادیم لایفکه دادیم مقصد ما وقت رو 4 میلیون دلار در کار بود برای پیشروی کار، برای جای کار. برادر دیکتاتور گرفته بریم این نفری که یک شور انداختن، حتی جواب سوالشون را برای شنیدن آماده نبودن، برآمدن رفتن. شاید مشکلی تکنیکی باشد، شاید نخواستن که جوابشان را شنوند، فقط همین خیلی شور انداختن برآمدن رفتن، آماده به شنیدن جوابشان هم نبودند. برای مردم کم تر گپ دارم گفتیم گپ نزدن، ببینیم چی میگن. حالا شما گپ زده که هستید، ببینیم عبدالله 88 چی میگن. برای این وقت رو بیهوده صرف نکنیم با جواب اون کس، چون که اون کس خودشون نیستن در برنامه، رفتند. بیاین به سوالشان جواب میگیرن. ان شاءالله من همه سوالشان رو نوشتم و امیدوارم که ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نفران ارشد پیمان ملی تاجیکستان سوالها را شنیدند، وارد برنامه میشوند، گپ خودشان را میگویند. پیش از آن که ما به این جواب اون کس پردازیم، عبدالله 88 بفرمایید.
عبدالله 88 گپ میزنید. ما بسیار شما رو منتظر شدن نمیتونیم چون که اینجا خیلی ها منتظر هستند. اکای خیلی آدم‌ها در نوبت نمیتی. بله عبدالله 88 رو پایان کن. همین امین رو بالا کن گپ زنه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته. منصور آماده شوید. درست برادر جان بسیار بعد استادم بازی میکنه اسم را نه نوبت من میاد با میشه های کافو پایان میشه. بخشش اگر گپ چیز زدم اگر سخت رفته باشه نه شما بخشش نمیشه. من از شما معذرت میخوام برادر عزیز که شاید برای شما کم اهمیتی کردیم. بفرمایید برادر عزیز. برادر جان از همون برادر یا بدخشانی که گفتن همون مقصد بدخشانی نیستن فقط ولایت خطلون مقصد من خطلونم نه که ما همچون یک چیزی که دیدم همی برادرای بدخشان نه که چه دیگر ولایت ها اون بدخشانی ها با همدیگر بسیار دوستان مقصد دستگیری همدیگر در گرین زوران همی که جایی که یک تشخیص همش میخیزم برای که من هم گفتم هم بدخشانی را اسپید کنم کچ گپ زنم اسپید نکنم همه جای من برادر در یک گزل رفته سبدن در یک маршрутка رفته سبدن بدخشانی هم خیلی آدم چیه امرا خاموش کم آوازی که خیست پشتی آدم همونجا خیست پشتی هم مرشودکا چی گفتی مقصد ملیسه را گفت چی با همین مقصد ما را من میکنه از مرشودکا نیسته ما اینا شوه 12 شوه ما را اینا قبیدن همجا مقصد شتراف کردیسین خیست پشتی مرشودکا چی جان کرد یک بچه دیگه یا شما 20 ساله این مردک 50 ساله دید که بدخشانی گفته خیست اومد ای پشتی هم بدخشانی اکو گفت مقصد تو نمیره سر نتین اگر من همیجا یک قدم دور نمیزنم. من حیران شدم که یک بچه که ایران نمیشناسه ما اینا نگاه که همین من چندی مرتبه و رزبو را دیدم یا مقصد چی را دیدم ای پشتی هم دیگر مقصد چندین اینا مقصد چند ولایت داریم ولایت های دیگر نمیخزن تو نشناسن یا هم دیگر شا نمشه شناس نباشن نمیخزن. دیگه من بدخشانی مردم دیدم که نسم هم دلی اگر همه همی ولایت بدخشان واری همه واری هم اگر یه مشت باشه کو این پریزیدنت همی مینوت یک مینوت نمیکشه. این شما که بیچاره ای سال 2015 عذاب کشته اگر همه رنگ هم مردم بدخشان باشه اگر نمشه یک سال نمیخزه یا یک روز هم یک خطاگیش دوجه میگیرن دفش میکنن. ما به خاطر همین بچه بدخشانی درمان مقصد هم قدر گپ گفتنیم بدم خیلی همیشه همین گفتنیم که همین تاجیکستانی و 4 ولایت 5 ولایت چند ولایت که باشه هم رنگ هم مردم بدخشان شوان اگر بهترین میشه. شما موافق هستم برادر عزیز. تشکر زیاد. سلامت باشید. ما را تماشا کرده ایستادید اما تگمه لایک را پخش نکردید. خواهش میکنم لایک هست دیسلایک هست پخش کنید فرق ندارد. مهم این است که دیگران از این بحث ما آگاه شوند و به این بحث ما همراه شوند و ما یگان خلاصه خوبی را در اینجا داشته باشیم. حالا یک زنگ از واتساپ آمده ایستاده است. زنگ را از واتساپ قبول میکنیم باز همین خیل بحث را دوام داده رفتن میگیریم. الو سلام علیکم اکا شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله. خب تا ورود شدن برادرای حزب نهضت به برنامه من میخواهم که با اون برنامه جواب گردانم. با اون برادری که نو برآمد گفت که حزب نهضت در طول فعالیت خود در داخل تاجیکستان چیکار کرد، یگان مکتب یگان مؤسسه ساخت. بله ساخت، حزب نهضت مکتب ساخت، مسجد ساخت، بنگاه طبی ساخت. به این قدر که حکومت تاجیکستان در تلویزیون در رادیو نمیگه نشان نمیده قهرمانی های حزب. خیال نکنین که حزب نهضت یگان کار نکرد. اون تلویزیون رادیو هم در خدمت همون رحمان فن که یک جای حاجتخانه میسازن تا به این قدر که تلویزیون نشان نمیده کارهای یا را خیال میکنیم که حزب نهضت یگان کار نکرد. حزب نهضت تا جای ما میدونیم بسیار کار کردگی، مکتب هم ساخت، هر چیزی که دستش می اومد کرد. و اینجا درباره بله میلیسیا و ملیسا ها رفت.
من یک خشتاور نزدیک ملیسا یه روز اینجا کارم در شهر دوشنبه میبرم که همون خشتاور من پیش میبروه، میگه یگون یار رفیق جورات نیست. میگم چیکارشون میکنی؟ میگه بریم بیوه هستن پس تاواش کنیم پول کار کنیم. بچه میگم همه گپر ها زمین خودت گفتیستی؟ میگه ها. میگم تو ملیسات چشم دولت یک نماینده دولت نخواه همین فکر همین عقیده و همین ایده داشته باشه که برای بچه ها رو پستا کنیم برای خاطر پول کار کنی خاطر بیوه ها. میگه ترام ملوشیدی که میگم شهر نیست که برای گپا رو گفتن لو بدن در کره آدم اودیام عمومی میتونه گپا رو بگه. بله این گپا رو فقط ملاها میگه. بله تو این درجه ملیسای ما به عقل به تمیز به فراست چیدگیم که هم ملیسای خشتاور نزدیک ما برادر بی‌تمیزیشون که درست است، بی‌تمیزیشون به اوج علا است، اما برادر عزیز به همین خاموشی ما مساعدت کردگی است. یعنی اینها میبرند همین در اکثریت شعبه های وزارت کارهای داخلی در ناحیه ها 5-10 فاحشه внештатный агент کار میکند. 5-10 فاحشه внештатный агент غیر اشتاتی شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار میکند. من در ناحیه اش 2-3 نفرش را удостоверениеش را دیدگی هستم. внештатный агент удостоверение داره. با یک نفرش سطر پوشیده به پیش من رفته بود. مسئولی بانوان حزب نهضت گفت که یک نفر خواهر آمدند با شما صحبت کردنی هستند. وقتی که صحبت کرده میگه امنیت گفته ایستاده است که به من ما با تو کاردار نیستیم، همین خیلی سطر میپوشی و معلومات رو از نهضت به ما میبیاری و هر گپی که در اونجا شد به ما آورده رسوندن میگیری، ما با تو کاردار نیستیم. من همین رو کار رو کردن نمیخوام. شما به من یگان اینفورماسیون های که به شما ضرر نمیرسونه داده ایستید که من این اینفورماسیون خود رو به امنیت برده داده ایستم، هم جان خودم رو خلاص کنم از اونها و هم به شما ضرر نرسونم. گفتم که خواهر همینجا هر چیز میشنوید برده دادن گرید، همینجا هر چیز میشنوید برده گفتن گرید. ما یگان گپی روسی نداریم، یگان چیزی سیری نداریم و جانتون هم خلاص. اینها 8-10 از فاحشه ها внештатный агент دارند. چیکار میکنن اینها؟ فاحشه ها چیکار میکنن به فکر شما در شعبه وزارت کارهای داخلی؟ یک نفر مرد باشد کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تا رمضان رحیمزاده مرد باشد به اینجا برایت گوید که تو احمق دروغ میگویی، ثابت کند که من دروغ میگم، بعد سونی کار گپ سر میشود، بگوید که نه ما یگان فاحشه کارمند نداریم، بگوید با فاحشه اینها پول کار میکنن، پول تقسیم میکنن. یک نفر رو گوشش رو قطع میکنن و بیچاره فاحشه رو به ماشین چینانده دشت میبرد، در دشت زنگ میزند آمده ما در دشت در فلان جا هستیم، میروند بازداشتش میکنن. انا وای سونی پول تی سر میکنن، همین ماشین بردگیش فروخته سونی خلاص میکنن. خواهش میکنم کسایی که بینیتون ورم کرده است و مادر بچه‌هاتون را نظرتون نمیگیرد، به مادر فرزندانتون یک نظری خوب ندارید، از پی همین ماده های فاحشه دویده پول صرف کردن بخواهید. در این مسئله ها احتیاط باشید، هوشیار باشید. یادتون سال گذشته بود یا 2 سال شد چه حادثه روی داد؟ 2 نفر بلاگر رفتن شرایط فاحشه ها را در دوشنبه به نوار گرفتند. اون فاحشه ها که یک عدهشان اگنت های شعبه وزارت کارهای داخلی بودند، این بیچاره ها به چه عذاب خلاص شدند؟ به چه یک عذاب خلاص شدند؟ حالا که اونها همه شرایط تاجیکستان را، همه شرایط هم فاحشه ها را بدون آنکه توبایشان را نشان دهند، بدون آنکه از آنها نام ببرند، از آنها معرفی کنند، یک برنامه کرده بودند بلاگرها. حالشان چی شد؟ برای آنکه آنها در وزارت کارهای داخلی کریشه داشتند. بی نهایت این مسئله وزنی است. کسانی که سبکسری میکنید و عائله خودتون را مانده، مادر فرزندان خودتون را مانده از این گونه ماده ها میدوید،
در این مسئله هاش رو هم فکر کنید. سلام علیکم. جهان بابایف و علیکم السلام و رحمت الله. بار سوم است که ما شما را میپیوندیم اما صدایتان را نمیشنویم. خوشبختانه که صدایتان شنیده شد. بفرمایید برادر. من سراول سلام علیکم میگم. اینم من خیلی برنامه شما رو تماشا کردم. یک چیز نفهمیدم که مقصدی اساسی برنامه چی بود. خیلی شما از زیدی حکومت گپ زدین، زیدی دولت گپ زدین. اگر امخه گیریم امین شرایطی پست، شرایطی بلند در همه شما امخه گپ زدین که گفت همه افلاسی و همه امین کارهای بزرگ در تاجیکستان است. نه اخی در تمام دولت 5 برابر نیست که یک کس مثال شرایطش ساز، یک کس بویا، یک کس کمبغل، یک کس با سریدنی. حکومت خیلی یک مینوت گپ نبرین مالی نوبت که گپ میزنیم مالی ما مرا گوش کنین من شما را گوش میکنم مالی من بنده برنامه با صبر با تحمل گپشان رو گوش کردم. اینها شما چی مقصد دارید؟ همین چی مقصد دارید؟ بار گپ زدگی بو میگی چی مقصد داری میگی؟ من با صبر شد اخیا بار گپ مالی من شما را گپتون نمیبرم. خوش میکنم من اول مالی میکنم برادران عزیز وقتی که یک نفر گپ میزند باید تا با آخر به اون نوبت بدهیم هرچند که همین شیروی آزادکارگیش از روی آداب میشوم خیلی کنه گپ زند بعد به گپ میداریم. خوب درست از روی آداب میشوم. خب بفرمایید جان بابایی. این همه شما گپ زدید خیلی شرایط وضعی یک کس بویا یک کس کمبغل این همه جاده هسته. خیلی بیاین همین تاجیکستان را حسابتون یا این کی شما را نمونده. این همین من خدا با شکر شخصا من زندگیم تین جای همه من راضی هستم از همه چیز از این دولت. همه رفیقای من صاحبکار هستن صاحبکارشون تین جای شما گفته هستین که همه چی مناپول شده خیلی حیات مبارزه همه میخواد زندگیش تین باشه. ما هم خب که یک مینوت پریبیوت نکن گفتم ایروی آداب گپ میزنی مالی گفتم ایروی آداب گپ میزنی گپ زنید مردم شور انداخته استیم پروستا من طرف یگان کس نمیگیرم پروستا وایرانکارین شما یک رنگی بخیل همین کودکی مایده قانچش میکشه میگیره گریه میکنه شما هم گریه کردیس نمیگی یگان جاتون نکشیدن گرفتن که شوکت همین سبب شد که تاجیکستان برآمدی رفتی اکا همین سبب تاجیکستان برآمدی رفتی اکا من توقع ندارم من اگر میزنم صبر بیاق شما ما تو علم زدین علم زدین همه یک بار صبر کنید خواهش میکنم. اینجا شما بسیار سوال های بی پایان دادید به این همه این جواب گفتنتون در کار به این سوالاتون جواب گرید باز سوال های دیگر پیدا شود باز میدید با ما جواب میدیم. حالا تماشاگران عزیز مایلش بعضی از این سوال ها به من شد من هم جواب میدم لیکن چند نفر اینجا شما سراسیمه هستید نگویید گویا میکفید شما گپ زنید بعد از شما من گپ میزنم. مایلش کی ما علی سلام علیکم کی گپ میزد اوزی امجا سلام علیکم بابای گوش سلام حکمت سلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله. سلام علیکم به کلی تماشابینان همین برنامه چگونه که جهان بابای بسیار با یک مورد سخن کردند اما کمی در عصبانیتشان رسیده و کمی دغلانه رفتار کردند. خب سوالی من به خودی راوی برنامه هست که گوش کنید برادر شما آرام سخن کنید همین برادر به حس سخنی به مورد زد چون که طرفداری از خودی دولت کشورش کرد مثال این برادر سخنی بهترین زد. حکمت رو پایان کن برادر حکمت رو پایان کن تمام. برادر حکمت شما طرفدار جهان بابایف هستید بله من اینجا نوبت خودم رو به تماشابینان دادم من نفسی جهان بابایف رو بریدن و خواستن که گپش رو رد کنن. بیایید اول ما با جهان بابایف یک کمتر بحث کنیم و انشالله شما میبرایید به گپش گوش میدید ما گوش کردیم شما کم شروع گوش کردیم جهان بابایف هم پایان کن جهان بابایف صبر کن اینجا
منصور گپ زن. منصور گپ میزنی یا نه؟ منصور رو هم پایه کن. کسانی که نوبت اکجان گپ میزنم. همین برادری که آزی برام دادری که گفت پنجای همه زندگی سازه من در خانه اوچای داری خودم خوبه همه این خود چه فکر کرده تو فکری ما یکو ما 10-20 سال شده بلد کیم کجا گشت هستیم کنی گوزن ما بلد انا که یک سوال تو دا تو تنجی زوری یگان تا جوره تو در پیش تو شیشتا کیف صفا کرده است مثل تو باری یک تشگاه زن کنی همون بچه کجا گم شد بردار بولو با یک سوال تو ده همون بچه ای که من گاو زنم گوش کردستم من بین تو ده جوره ده بین جوره تو ده یگان مهاجر هست یگان تا بچه ای که مهاجر کو این خیلی گپای کتابیه روسیه رفته است کراسوفکی نظم بشه فاتیفکای نظم بشه هسته بین ده اکا مالی اخی عصبی نشو مالی هستن ما این جوره دارم هم رنگ شما انسانم جورای هست جورام هستن که نیم عصبی نگو دوداری اکاش عصبی نگو قریب 10 سال زیاد شد که در همه جای مهاجر رو صبر کنین برادران عزیز مالی اکا مهاجرین خش شما در یگان کس مالی اکا ممکنه گپ زنم خب از تمام تماشابینان خواهش میکنم همه 2 یا 3 دقیقه به من فرصت دید و این برادر به خاطر احترامشان که با احترامانه صحبت کردن جواب بدیم. برادر عزیز شما مقصد برنامه رو پرسیدید. مقصد برنامه آشکارا میگم برادران عزیز بیدار کردن مردم بر ضد ظلم و ضلالت است. بیدار کردن مردم برای عدالت است، برای پیاده کردن عدالت است، بیدار کردن مردم برای طلب کردن حق خودش است. آشکارا است، یگان جای تردیدش نیست، یگان جای روسیه‌اش نیست. حالا گفته شده است شرایطی پست همه دارن، یک کس کمبغل است، یک کس بای است، یک کس این با این گپ تو من موافق هستم. همه جا همین خیل است، درست است، با این گپ تو موافق هستم. در تمام دولت ها هم همین است، یک کس پس زندگی میکنه، یک کس بلندتر زندگی میکنه. با این گپ تو یگان رد نیست. برادر عزیز شما میگید که شما رنجیدگی هستید، رنگ یک کودکی که با او قند ندهی گریه میکند مثل همین گریه میکند. برادر عزیز دارایی تاجیکستان که امروز مونوپول شده است این قند نه، قند به کودک ندادگی نه. برادر عزیز شما بی‌نهایت بیخبر بودید. من یکی از مقصدهای برنامه من همین است که همین شما بر اینها که تمام همین دارایی های تاجیکستان رو یک عائله از خود کرده ایستاده است و شما این را قحقه مینامید، قنچه مینامید. من شماها را باید هوشیار کنم که این قنچه نه برادر عزیز، دارایی کشور را از خود کردن یک عائله این قنچه نه برادر عزیز. فهمیده ایستادید؟ در کرسی رئیس مجلس ملی نشستن رستم گنگ این قنچه نیست برادر عزیز، این تصرفی منصب است از جانب یک عائله. در سر یک منصب های کلیدی صبر برادران. خب من از شما وقت پرسیدم برادران عزیز، در سر منصب های کلیدی نشستن از یک عائله این قنچه نیست برادران عزیز، این تصرف حکومت است. تصرف حکومت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان است. طبق قانون جمهوری تاجیکستان تصرف کردن حکومت ممکن نیست. اینها تصرف کردگی هستند. تصرف فقط منصب رو نه، تصرف کارخانه‌های دولتی را، تصرف تلکارا اینها تصرف کردن، زواد آلومینی تاجیکستان را تصرف کردن، بله بانک های تاجیکستان را تصرف کردن. معاون بانک ملی تاجیکستان کی است؟ داماد رئیس جمهور. شرکت فرازه که اکثریتی تجارت های تاجیکستان را مونوپول کرده است از کی است؟ از داماد رئیس جمهور. ایره از همین خوجند سر میکنی پولتی را در راه
تا به دوشنبه رفته رسیدن این پول به بودجه تاجیکستان وارد نمیشود. این پول به کجا میرود؟ به کیسه عائله رئیس جمهور. این قنچه است به شما؟ در یک از خوجند برآمده تا دوشنبه رسیدن شما 15 مرتبه پول میدهید، به کیسه رئیس جمهور پول میاندازید. این قنچه است؟ این قنچه نیست برادر عزیز، این دزدی کیسه شما است. به کیسه شما چشم علا کردن یک عائله است. این قنچه است برادر عزیز. با کودکی که قند نمیدهند گریه میکنند مثل همه شما رنجیدگی هستید. برادر عزیز وقتی که شما از خوجند میبرید تا به دوشنبه پول داده میرید یک بار همین پولتان رو حساب کنید چقدر قنچه میتید و همین پول را در یک روز حساب کنید چی هموطنای من شما چند هزار از این راه بگذرند چند میلیون پول میتیند. در یک ماه این عائله از همین راهی که من شما میگذاریم تا دوشنبه میریم چند پول کار میکنند؟ میلیون ها دلار قنچه نیست برادر عزیز. این حقتان را باید گرداده رویونید. ممکنه گپ زدن اینها میگیرند به کیسه میزنند. حتی پارلمان من صبر کنید نشانش کجا است؟ میشود که هر ماه یک تاگی مکتب پوشید، میشود که هر ماه یک تاگی بیمارخانه پوشید. مگر این قنچه است؟ مگر این شور انداختن است؟ این حقمان را باید نرویانیم. باید نگوییم که به این پول باید به کیسه یک نفر نه، به این پولی که جمع میشود باید به بودجه تاجیکستان رفته ریزد. همین گپ را گفته نمیتونید. باید نگوییم این گپ. یک دقیقه من صبر کن برادر عزیز. من گپ زنم. شما گپ زدید چند سوال پای در پای دادید برادر عزیز. خب من گوش میکنم. خب من شما نمیبرم خونتون. خب درست منپوله برادر عزیز. خیر فرض کردیم شما بگید که سیمشک فروشی تجارت نیست، منپوله نیست، یا که سیگارت فروشی منپوله نیست. برادر همین سیگارت فروشیتون هم منپولی است. شما در سیگارت فروشی شاید دست پنجم باشید. دستای اول همین نفرای مخصوص میدارن سیگارت رو به تاجیکستان. تجارت بنزین، سوزشواری منپوله نیست؟ منپولی است. شما یک بار تجارت کرده ایستادم، همه کار نرمال نگفته ایستادید، پگی روز خیزید گوید که اعلان کنید که من از قزاقستان میرم بنزین میبرم، سوزشواری میبرم، کو ببینید به سرتون چند مشکل میگوید. سونی بعد بگوید که هیچ جا هیچی منپوله نشده ایستاده است. من تجارت کرده ایستادم. از سیمشک فروش تجارتون بالا نیست، یا یک دکاندار یا یک بازارچی تجارتون بالا نیست برادر عزیز. این رو صاحب کار انفرادی میگه این که تجارت کلان نیست. این تجارتون کمتر به تجارت کلان سر بیاره چی حالتون چی میشود؟ مردم رو شور انداخته شده است برادر عزیز. این شور اندازی نیست، این مردم رو از حق خودش آگاه کردن است. کیسه ظالمان دست ظالمان در کیسه مردم است. باید از این چیز آگاه کرد. مردم که آگاه شد پیشروی زیاد می شود. مردم که آگاه شد و کیسه اش را محکم داشت، پولش در کیسه اش ماند، بر روزی مبادرش که در کار شد، وقتی که یگان چیزش ضرور شد میداند که در کیسه اش پول است، هیچ کس او را روبرویش کردگی نیست. این به شما هم مهم است برادر عزیز. حالا خوش آمدید برادر سید اسحاق و یک برادر دیگر حکمت الله که با سیمای خودشان اینجا میخواهند صحبت کنند. خوش آمدید. یک زنگ را از واتساپ قبول کنیم و به شما نوبت میدیم با اجازه شما. الو حکمت همینجا باشند آماده شوند. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم کوتاه مختصر ایخچم و دلالت کننده به موضوع. خب هم برادر همینجا هستند. انشالله امیدوارم که همینجا باشند. الان برادر رو بزنم شایسته هستم اینجا برادر جهان بابایی هستن شما رو میشنوند. الان برادر هم سوال یک کارخانه بزرگ نونبرگ که در اولاد رئیس جمهور دخل نداشته باشه. جهان بابایی ذکر کنید یک کارخانه را ذکر کنید که در آنجا دست عائله رئیس جمهور نیست. بخشش زیاد من سوال نفهمیدم. سوال یک بار دیگه ممکنه؟
صاحب آن اویله رئیس جمهور نیست. میتونه ذکر کردن. سلامت باشید. حکومت درباره این چیز راستی معلومات ندارم که کارخانه ایکی هستن ایکی نه. اکی شوکت شما گپ زدین اکون سخن من گپ زدم مالی برادر عزیز جی خیلی جای جلکی دسپسیونا ندارم. معلومات نداری چی جمعی خیلی بچه اکی شوکت وقتی که شما زندگی بچه حال بس نباید نمیدیم جوان بابای با شما نباید نمیدیم. میدونید برای چی؟ برای اون که شما دعوای دارید که درباره این معلومات ندارید. جوان بابای فهمیده ایستادید؟ شما یک دعوا کرده ایستادید که درباره ما گفته ایستادید که اینجا مونوپول نشده است. یک کارخانه بزرگ تاجیکستان رو ذکر کرده نمیتونید که اون مونوپول نیست یا از اویله رئیس جمهور نیست. دستی اویله رئیس جمهور در آنجا وجود ندارد. ذکر کرده نمیتونید. به انصافی ده برادر عزیز. برادر سید اسحاق گپ زنید. به نام خداوند بخشنده مهربان. صدای ما را دارید برادر؟ سلام و درود بر شما مجری محترم و تمام بینندگان محترمتان، هم از مخالفین و موافقین که در اینجا حضور دارن و مشاهده میکنن. من واقعا در سفر بودم، مقصدم راه دور است. واقعا شنیدم که اینجا ایرادها زیاد گرفته شده است و این سبب خواستم یک جا توقف کنم و وارد شوم تا اینکه ملاحظه برای خودم داشته باشم. مثل اینکه برنامه شما موضوعش دیگر بود و مردم از هر طرف کشیده با دیگر موضوع رفتن. کسی در داخل میگه گفته است که در این همه مدت همون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است، اسمش رو پیمان ملی گذاشته است. اولا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسمش رو پیمان ملی نگذاشته است. پیمان ملی جمعی از بسیاری سازمان ها و احزاب تشکیل شده است، به مانند سازمان رشد و اصلاحات تاجیکستان و انجمن آزاداندیشان و همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگران که این را تشکیل دادند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از شاخه های پیمان ملی تاجیکستان میباشد. برادر اگر این را نمیدانید بدان، و یا اینکه نمیدونم خب معلومات نداره از پیش خودت یکم خودت اعضای فرما هستی جواب میگویی با این گپا رو بر شما یاد میدهند. دوما اینکه شما گفتید که چی خدمتی در تاجیکستان کرده باشند. همین اینها چی وظیفه داشتند که در وقتش در تاجیکستان بودند که خدمت کنند؟ اینها در پارلمان نماینده داشتند، از حق و حقوق و ناموس ملت حمایت میکردند. تا به حال ضبط آنها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت وجود دارد، میتوانید که آنها را ببینید، از جمله برآمدهای استاد محیدین کبیری و همچنین استاد سید عمر حسینی. و برنامه ما در مورد طلب حقوق شهروندان از مثلا حکومت بگیم، اگر ما یگانه یک راه داریم در مورد طلب حقوقمون. مردم امروز همه حکومت اثبات کرد در 30 سال چگونه حقوق مردم رو چگونه پایمال کرد و مردم رو چگونه در بدر رو خار و ذلیل کرد. همه این را مردم خوب روشن میدونن و در این 30 سال میدونن که چیکار کرد این حکومت، چرا کمبودی های اون را تو این اندازه کمبودی نیست. این یک خطاهای عمدن است. این عمدن میگوین و سهوا، اینا را سهوا خطا کردگی نیست. اگر حکومت ما بخوایم که حقوق خودمون را از حکومت طلب کنیم، باید یگانه راه ما این است که اعضای حکومت رحمان و با خود خانواده‌اش کاملا از سطح حکومت باید بیرون بروند تا اینکه دیگر اشخاصی منصفانه، اشخاصی با ایمان و با انصاف بیان منصفانه برای ملت خدمت کنند. چون که در این 30 سال همه اثبات شد. دیدیم که کارخانه به قول اون برادر سوال داد که در کارخانه بزرگی را میدونه که در اون خانواده رحمان سهم نداشته باشند. اون هم از سوال فرار کرد، گفت من هیچ خبر ندارم. وقتی خبر نداری و تو چند کلمه را از هر جهت میگم، برای چی میای وقتی مردم رو میگیری؟ این معلوم است که اعضای فرمای جواب در اینجا وارد نشوند تا اینکه وقتی برنامه رو تلف کنند با مردمی که حق خودشون رو طلب میکنن از حکومت نتوانند در اینجا برآمد کنند، از حق خودشون حمایت کنند. اگر سوالی باشد برادر شوکت من باز زنده باشد. حالا حکمت الله رو میشنویم. حکمت الله بفرمایید. السلام علیکم برادران گرامی. خوب حاضر یک برادر سید اسحاق سخن کردن و یک چند برادران دیگر سخن کردن. من در مورد حزب نهضت سخن گفتنی هستم که حاضر شما میگوید که حزب نهضت
از کجا قدرت داشت که مثال برای مردم خدمت کند. حزب نهضت وقتی که 30% حکومت رو برای او دادن، او چیکار کرد؟ وقتی که یک مثال یک ورزشگر موزون چوره بود کدام بود، همون وقتش به یک خانه دادتون هزارها بود رکلام. حکمت الله صبر حکمت الله صبر. دروغ نگوید. به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 30% هیچ کس سهم نداده، سهم حکومت رو نداده. اونجا طبق گفته خود امام علی رحمان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک بود که یکی از آنها حزب نهضت بود. صبر خواهش میکنم. صبر خواهش میکنم. یک بار دیگر معلوماتتون رو درست کنید بعد گپ زنید. حزب نهضت 30% گرفتگی نبود. خب سوال من جواب دید. وقتی که بود در اونجا حزب دموکراتی تاجیکستان بود، جنبش رستاخیز بود و دیگر و چند حزب ها بودن در اونجا وجود داشتن. برادر عزیز فهمیدید؟ برای همین اول از شما خواهش میکنم که معلوماتتون رو درست کنید بعد گپ زنید. گوش کنید. من خوب با گفت که شما معلوماتی من نادرست. خب در همین سوال من جواب دید. وقتی که تمام مبلغ جمع کردید و به اروپا فرار کردید، اون همون نفرانی که اعضای شما بودند و این حال زندان هستن، برای همون شما چیکار کردید؟ برای اعضای عالی همونها شما چیکار کردید؟ همینجا صبر کنید، دوام ندید. همینجا صبر کنید چون بو برادر پیشتر همین قدر سوال دادن همش بی منطق بود. برادر عزیز صبر میکنم، باز به شما سخن میدم. اگر مخالفین تاجیک مبلغ را از تاجیکستان بیرون کرده باشند، گرفته اروپا آورده باشند، حکومت پیش این را گرفته نتوانسته باشد، برادر عزیز این حکومت نیست. فهمیدید؟ شما خودتان ضد خودتان گپ زده شدید. اگر مخالفین در حقیقت مخالفان پولدار بوده باشند، پولهای کلان داشته باشند، این پولشان را گرفته به اروپا برآورده توانسته باشند، حکومت یگان چاره پیشگیری این را نداشته باشد، نتوانسته باشد، این حکومت نه، این یک بی سر و سامانی است. این حکومت داری نیست برادر عزیز. حالا ببینید شما ضد خودتان در اروپا، وقتی که شما در اروپا در وقتی که شما $10 یا $15 از درآمدتان زیادتی صرف میکنید، در مغازه ها خرید میکنید، در یک جای به یک نفر برادرتان یا دادرتان یا خواهرتان پول میفرستونید، به شما زنگ میزنند میپرسند که این $15 را از کجا یافتی؟ فهمیده استودید برادر عزیز؟ این $15 را از کجا درآمد کردی؟ ما میدونیم که درآمد تو از کارخانه همین قدر است، لیکن رزخودت از درآمدت زیاد است، از کجا یافتین باقی مانده اش را؟ میپرسند. وقتی که این حکومت بی سر و سامان این قدرت رو نداشته است، عیب خودش است پیش از همه. این عزود نابرابری حکومت است برادر عزیز. این بی سر و سامانی حکومت است، کارناجمی حکومت است. شفقت گوش کن. صبر کنید بازگم میزنید. اما این گپتان برادر عزیز، همین پول را گرفته بیرون برآمدید، گرفته رفتید، این گپ‌هایتون است که برادر عزیز یک تهمت خشک خالی ناچیز هست. مردمی که به اروپا آمده‌اند جانشان را به چی یک عذاب گرفته آمدگی هستند. همین من گفتگی بهترین پولدارش در تاجیکستان زندگیش خوب بودگی در سرحد اروپا 1 ماه و 2 ماه زندگی کردگی است، به بچه هایش به کودکانش نوبت پویدگی است، حجت سپردگی است، حجت هایش تا تصدیق شدگی نیست از جانب میگراسیون سلوج همون کشور، تا تصدیق شدگی نیست، تا سنجیده شدگی نیست، به اروپا راه یافتگی نیست برادر عزیز. یک بار به این گپ‌ها باور نمیکنید شما، یک بار به سرحد اروپا بیاید، یک بار کنی گذشتن به اروپا چه خیلی بوده است. در کرمانتون چقدر پول دارید، دکلراسیون میکنید، با اروپا چگونه باید، در کارتتون چقدر پول است، دکلراسیون میکنید. اینجا شهر به دروازه نیست برادر عزیز. این گپ‌هایی که شما گفته ایستادید به همون حکومت بی سر و سامان تاجیکستان راست میآید، به همون بی‌سوادها راست میآید. کدام کسی که اگر از فکر خودتون گفته ایستادید هیچ وقت حکومت بی‌صاحب نبود. هیچ وقت حکومت بی‌صاحب نبود.
اگر به شما این گپ رو یگان منصور بینید همون لعنت کردی الله منصوره یا با عقل تو اگر یاد دیگه است او از شما بی‌سوادتر است. بفرمایید دوام کنید گپتون رو. گوش کنید. هیچ وقت من یگان کس گپ سخن یاد نداده است. من همچون یک طرفدار کشورم برآمده آزادانه سخن کرده فکر و عقیده خودم را نسبت شما پیشنهاد میکنم. من تا همین حاضر تا همین دم یگان نقشش استراتژی درستی همین حزب نهضت ندیدم از جمله برنامه هاتون. این همینجا جمع میشن و یکتاش به مانند اون منصور تهدید میکنه، یک دیگهش میبرد، یک در عزت نفس یک شخصیت میرسد میبرد از همون کمبودی خودتو منولید. همینجا صبر کنید. حکمت الله همینجا صبر کنید. شما به من درباره نقشه استراتژی گپ زدید که تنقید کردید که یگان نقشه استراتژی حزب نهضت یا مخالفان نفهمیدم. بسیار خوب، من به شما موافقم. جناب حکمت الله به من نوبت میدید من حرفم رو بزنم و خواهش میکنم به همین برادر در همین جایش گپ زنیم. برادر حکمت الله، به خاطر احترامتان من به شما یگان حرفی بد گفتنی نیستم، فقط از شما یک چیز میخوام. نقشه استراتژی گفتید، به من یک منصور کجا خورید تا دست قمه تابع نقشه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان را بگوید که وعده کرده است اون عملی شده است. یک نقشه استراتژی جمهوری تاجیکستان مثلا گریم شما به من یکی از وعده های رئیس جمهور بگوید که انا همین خیلی رئیس جمهوری تاجیکستان وعده کرده که بود امروز عملی شده است از روی برنامه 2005 2015 2020 فرض کرده. گوش کنید. من یک چیز میگم. من هم یک جوان مثال در یک ناحیه دوردست زندگی میکنم. وقتی که مکتب خون بودم خود پرزیدنت کشور به ناحیه ما سفر کرده بود. در ناحیه ما مثال بیمارخانه و بانک کمبودی بود. در همون خودی برنامه وقتی که آزاد بین مردم برآمده گفتن که من چه خدمت کنم برای شما، همه بیمارخانه و بانک گفت. و وقتی که همین من دانشجو شدم و همین چهارم کورس شدم شاهد همون گشتم که در ناحیه ما یک بیمارخانه زمانوی یک بانک شده شد، امانت بانک. مثال اینش بسیار خوب. اما را میخواستم نکنم در همه ناحیه‌ها و شهرها برای خودشون رزیدنسی ساختن. بیمارخانه است یک چیز ضروری برای ملت باید نسازن. بود اما بدتر زمانوی نبود. حاضر در یک ناحیه دوردستترین بهترین بیمارخانه شده دیگه است. برادر عزیز، برادر حکمت الله گفتید که در سیپایزه رو گرفتن چیکار کردن؟ کسانی که در وظیفه سیپایزه بودن در جای وزارت‌های که بودجهش زیاد بود در همون تاجیکستان قرار دارن. میتونی از همونا بپرسی. اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم نیستن. یکی از آنها همون ملا ابراهیم است که وزارت گمرک در اختیار او بود کار کرد. میتونی در تاجیکستان است، در ائتلاف حکومت است، الان قرار دارد برای حکومت خودش رو نمیدونم سپر میکند. یک تایش اون، دیگریش میرزا کمیسر از ناحیه غرم میتونید از اون بپرسید، اونم دویم وزیر گمرک بود. سومش برادر سلام از ونج وزیر سیاحی و گردشگری بود. نمیدونم زید سعید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبود. امروز شما اون رو به زندان انداختید، تمام دارایی‌اش رو کشیده گرفتید که یک تاجر موفق بود. سیفایزا همشون در تاجیکستان قرار دارن. بسیار میبخشید کسانی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن هجرت کردن، در یگان وظیفه نبودن. شما اگر یک معلوماتی خوب براتون اول کسب کنید بعد اینجا پیدا کنید این چه نمیشه. برادر حکمت الله، وقتی که یک شخص یک گناه کرد، یک جنایت کرد، او را برآورده زندان کردن، آیا دولت گناهکار میشود؟ سوال برای شما. یک شخص یک جنایت کرد برآورده دولت گناهکار میشود؟ گفته که یک شخص گناه کرد، خیانت کرد، شما یگام دلیل یک درصد دلیل هم تاجیکستان پیشنهاد نکرد برای کسی که خیانت کرده است و چی؟ شما چرا اعضای خانواده و اعضای حکومت امروزه را نمیبینید؟ میلیون ها را میدزدن، در تمام جا ذخیره میکنن برای خودشون. ما برای اینا فکت داریم، چیزی نگفتیم تا امروز. ملت از حقوق چه کار میکنن؟ شما امروز اومدید از پیش خودتون حرفای شایعانه میزنید در حالی که هیچ دلیل نداریم. دولت برای ما فیلم مستند خیانت پیشکش کرد. تمام کردار و عمل خیانت های همین حزب نهضت درک کردیم، فهمیدیم، شنیدیم. توانست پیشنهاد کردن در فیلم خیانت. ببخشید من در تاجیکستان بودم، از منم میخواستن فیلم خیانت بسازن. آوردن گفتن که کارت میکنیم که
صبر دوستان، میکروفون کسانی که نوبت رو رعایت نمیکنن خاموش کنید. خواهش میکنم. صدایتون نیست. صدا نیست. سید اسحاق صبر. خواهش میکنم. حتی من صدای سید اسحاق رو خاموش کردم برای اینکه نوبت رعایت شود. برادر حکمت الله گفتید که نقشه استراتژی من مکتب خوان بودم در کورس چهارم وقتی که میخوندم بیمارخانه بانک ساختن در کجا؟ در یک ناحیه یا در دهه شما برادر عزیز. برادر عزیز خواهش میکنم اینجا ببینید. حالا شما درباره استراتژی دولت، درباره نقشه دولت گپ زده استودید. شما درباره بیمارخانه بانک گپ زده استودید. برادر عزیز، بانک کدام بانک بود؟ حکمت الله کدام بانک بود؟ امانت بانک. امانت بانک. بانک رو امانت بانک تشکیل کرده است، نه حکومت جمهوری. بله این یک. اکنون آمد بیمارخانه. برادران عزیز، یک نفر مکتب خوان بوده است. وقتی مکتب خانیش رئیس جمهور وعده کرده است که من بیمارخانه میسازم. کورس چهارم خوانده است، بعد شاهدی آن شده است که به وعدهش وفا کرده است. برادر عزیز بسیار خوب قید کردید. این استراتژی نیست. بیمارخانه در ناحیه بود، اما بیمارخانه زمانه‌ای که با یک طرح زیبا ساخته شده بود. برادر عزیز خواهش میکنم. این ساختمان همون دوام کرد. یک مثال به شما میبرم. سال 2010 بود، انتخابات پارلمانی بود. در ناحیه 8 وقتی که یک تاجری اعضای عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دهه 8 مکتب ساخت. برای 320 نفر بود به فکرم. کدام مکتب؟ صبر برادر عزیز. حالا کسایی که در او سهم داشتن میدونن خودشان. همین چیز رو بگیر از همین روبروی من. اینجا با دلیل با فکت گپ بزنید. با دلیل با فکت. من مثال میگم که فلان آدم یک مکتب ساخت. یک فلان صاحب کار مثال. دلیل به فکت گپ نمیزنم. حالا بدل وقتی که مکتب را ساختن، وقتی به استفاده دادن مکتب به معرکه انتخاباتی راست آمد. اینها فکر کردند که از این ساختن مکتب به استفاده دادن مکتب یک در معرکه انتخاباتی یک خول سیاسی کار میکنن. رئیس ولایت و هاکزاها رئیس ناحیه آمدن وارد یک صنفخانه مکتب شدن در آنجا. بعد نفری که همون تاجری که مکتب را ساخته است به او گفتن که به دسکه یعنی به تخته صنف بنویس که ما با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستیم. او تاجر چی نویست؟ ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم. گفت که کورش کن، بالاتر پاکش کن. تاجر گفت که من اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. من با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. شما گفتید که با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستم نویس. برای من نیستم، دروغ نمیگویم، همین رو نویسم. لیکن این مکتبی که من پوشیدم به استفاده دادم نه به حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تعلق دارد، نه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تعلق دارد. این مال برای مردم است. این درگاه برای مردم است، برای خدمت مردم است، برای رکلام نه من، نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. این برای خلقم، برای مردمم است. حالا من این نطق را عیناً نه همون تقریبا همین خیلی گپ بود گفته ایستادم. برادر عزیز در دهه من در ناحیه 8 در دهه سرا همین حالت شده گذشتگی بود. برای همین برادر عزیز در همین ناحیه ها، در دهه ها، در شهرها ده ها انشاءات هایی هستند که از اونها نام بریم جان میسوزد، نباشد مغز استخوان میسوزد. سهم اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. باور کنید من در همین سهم همین حزب نهضت یگان معلومات ندارم. بله برای چی شما معلومات ندارید؟ میدونید برادر عزیز، برای اون که کاری که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میکرد برای مردمش میکرد، برای رکلام نمیکرد. هیچ وقت برای مردمش نکرده است. ما دوره محیط کبیره کلان کندن دیدیم که چقدر بود.
صبر من سخن شما را نبریده گوش کردم. این چیزی دیگر. حالا در همین برنامه همین روزه من ادوکات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستم. موضوع امروزه من حقوق مردم است، تلاش عدالت است. برادر عزیز، شما یک بار بگویید که در تاجیکستان عدالت وجود دارد؟ در تاجیکستان عدالت وجود دارد، البته. همینجا بیسید. حقوق مردم برابر است. مردم زندگی خوب دارد. همینجا صبر کنید. شما هر یگان صبر کنید یک بار. شما کی در کدام مرافع سودی اشتراک کرده هستید؟ حکمت الله، ما یگان بار جنایت نکردیم که در یگان مرافع سودی اشتراک کنیم. ما همچون یک شهروند آزاد در یک صلح و آرامش زندگی داریم. برآمده از دولت خودمون دفاع کنه حق نداریم. یا برآمده از دولت خود حمایت کنه. حمید یک سوال اکادون به حمید سوال رو تمام کردم. سلام گپ میزند بعد از اون میکائیل رحمانوف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکاجان تو میگی که ما در یک دولتی آزاد گشته هستیم، همین هست؟ البته بسیار گپ خوب. یک گپ خوب دیگه گفتگی اوقاتی کسی که جنایت کنه باید در پیش دولت جواب شه، بگه که دولت بر ترمش کرد، دولت گناهگار نمیشه. همین هست؟ همین گپ گفتی که کدام گپ؟ همین گپ گفتی که مثال یک آدم اگر جنایت کرد دولت بر ترمش کرد، مثال دولت گناهگار میشه. گفتی همین گپ؟ گناهگار نمیشه. دولت گناهگار نمیشه. شما آدم تهمت نکنید. انا که به تهمت نمیکنم اکاجان. شو به همین نزدیکی، به همین روزای نزدیکی وزارت رئیس تندرستی را جانای مرا گوش کو برادر. جانای رئیس میورید برآمد بخدو. بله میکائیل بایدو جیقی دیشا براشکا جیقی دیشا شد بود گام میزنید. من همین گام تمام کنم اکاجان بخشش کی مثال آخه جانی پرزیدنت برآمد زد یک بربر زد مایم کرد. آخه ویا کجا شدن؟ کنی سودیه و کنی پروکرور کنی کدام یک تای هوایی را بکشیدن برن آخه محکم کردن یا که گفتن کنی جبین جواب بده. کدام یک تای هوایی را تا همین روزا ما ندیدیم شما. بله کن یک تشبه برای گاو بزنه. همین سواله که اینا ما برواریم همه آدم در همین بین خلق مثلا 5 ساله 2 ساله مثلا که 10,000 سومونه یا که 15,000 سومونه اشترافش کردیم. این اشتراف شوار سپورت یا که بریم محکمش کردیم. بله یک اونمو سرایو میگن کی میگن اوچه شبنما 15,000 سومون اشترافش کردین ای پلی پنساش برووارداد. او چون آخینا جانای پرزیدنت روی شد گناه را کیسان مردم فوتبال کیسان یک تاس آزاد گاونو میزنن بو میگن که ما آزاد گشته هستیم. شو شرکتی فرض صداتون خاموش شد برادر عزیز. میکائیل بفرمایید. صداتون برقرار شود باز به شما نوبت میدیم. میکائیل بفرمایید. السلام علیکم اکای شوکت محمد. سلام خود رو به همه بیننده های تلکانال شما میرسونم. اکا چی گفتنی بدم که همین برادری که حوز گازد این برادر در همه تلکانال ها در همه پروگرام ها در آمده من از حکومت هستم. این یک سگ است برادر. برای که حق و حقوق وقتی که من در این برنامه شما اشتراک میکردم من جنایتکار من اکستریمیست وقتی که وای از تاجیکستان اشتراک میکرده و اکستریمیست نه. این در کجای برابر حقوقی برادر؟ یک بار شما همین سوال همو دادین که برای چه آدمی که وقتی که طرفدار امامعلی نیست ما میگیم که رحمانوف یک دیکتاتور است، یک دیکتاتور ظالم است. خودش که پیشوای ملت مونده است و چیزی نمونده است از همه جنایت‌ها وای گرفته شدگیان برادر. این
شامتیکی ای رحمانов خودش با یک پیغمبر یا که با خداوند برابر کرده است. من از نام خودم میگم که من با این پیشوا و پسوا هیچ من چی ندارم. نباید باشد باید ما همین دیکتاتور در دولتی ما. من ضد این دیکتاتور هستم. من که شما چی ستته میزنید چی نمیکنید. حزب نهضت اسلام حزب حقیقتاً است. من خودم میگم حزب حقیقتاً است. گروه سیاسی 24 گروه حقیقتاً است. کدام همین دو گروه یک گپ میزنم با خدا قسم این خطایی سخت میکنه در حیات. شما میگین که 3% در تاجیکستان این حزب نهضت اسلام بود. حزب نهضت اسلام شما نه شناختین. در تاجیکستان یا بدن یا گپزنی نمیموندن. حاضر که برو آمدن از تاجیکستان حزب نهضت اسلام از حق حقوق دفاع کرده، از حق حقوقی مردم دفاع کرده. یا در تاجیکستان گپزنی نموندن. من برادر شوکت محمد من نمیفهمم که برای چی شما همه را گپزنی میمونید. نمونه که این خیلی گپا سرتیان که شما 30% حکومت در دست شما بود. همین برادری که حاضر گپ زد که از در حکومت همو حزب نهضت اسلام حاضر در حکومت کار میکنه. راست میگه برادر. کدامه که لگن بردار این حکومت است از حزب نهضت اسلام باشه، از سوسیال دموکرات باشه، از چی حزب و حرکتی نباشه حالی هم در حکومت کار کرده است. چی بز و بزغلای هست در حکومت کار کرده است برادر شوکت محمد. هر آدمی که حقیقت را میگه پشت زندانی میشه. برادر میکائیل خواهش میکنم اینجا یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن. پیش از آن من به شما یک گفتنی دارم. برادر عزیز شما به ما سوال کردید که برای چی به اینها راه میدید. برادر عزیز ما رفته در تاجیکستان یک حکومت ساختنی هستیم که در آن همزیستی وجود داشتگی باشد، تحمل اندیشه های همدیگر وجود داشتگی باشد و در آنجا ما توانیم که اندیشه های دیگر را گوش کنیم، گوش کرده توانیم و به اندیشه های دیگر حق دهیم که آنها بگویند اندیشه هاشان را و اگر درست میگویند آن را در عمل پیاده کنیم. اگر ما نادرست هستیم اصلاح شویم. برای همین اگر ما اینجا با آنها حق ندهیم که آنها فهمیششان را بگویند، اندیشهشان را بگویند و فقط خودمون گپ زنیم، ما از آنها چی فرق میکنیم؟ از همین حکومت امروزه چی فرق میکنیم؟ برای همین فرق ما از آنها این است که ما تحمل این را داریم که اندیشه دیگر را گوش کنیم. اما این خیلی نیکی. مثلا گرفت تو میبرایی به تو وقتی نوبت داده میشود 8-9 سوال میدهی، 8-9 سوال میدی، باید مردم وظیفه دار است که به این 8-9 سوال تو جواب دهد، به یک روی ورق جواب دهد مردم. بعد وقتی جواب دادنش با تو حقدار باشی که گپ او را بریده با گپ زدن گیری. من برادری وقتی که برادری دویم حکمت الله بعد از جهان بابایف بود کی بود، بعد از آن برآمد جهان بابایف رو تا آخر گوش کردم و وقتی که برادر حکمت الله برآمدن الکی خطاگی خدا رو درک کردم که نمیشود که مثلا گریم اینها پای در پای سوال دادن گران. ما گوش کرده استیم، یک تا سوال میدی یک تا جواب میگیری، یک تا سوال میدی یک تا جواب میگیری. اگر نه مثلا گریم اینجا چی نیست که مثلا گریم تو پای در پای 8-10 سوال قطار کنی، بعد از آن وقت جواب دادن با انتظاری کردن نتونی که مردم چی میگوید به تو. ما میدونیم تو دست پروری همون حکومت هستی، جواب شنیدن سخن غیر وقتی توان شنیدن سخن غیر رو نداری. ما این چیز رو میفهمیم، درک میکنیم. لیکن برادر میکائیل من به این گپ شما راضی نیستم که برای چی آنها رو راه میدیم. ما باید توانیم که گپ‌هایی که ضد ما هستند، گپ‌هایی که از جانب حکومت است، این را گوش کنیم و جوابمان را داده باشیم. شاید آنها همون فکر اندیشه های خودشان را درست میفهمند، شاید درست درک میکنند، شاید میگویند که ما خطا میکنیم. بیایید فکر و اندیشه ها به اینجا کاریده شود، عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد میگن. حالا زنگ واتساپ رو قبول کنیم، باز برمیگردیم باز بحث میکنیم. واتساپ نفر زنگ زدگی بفرمایید گپ زنید. سلام و علیکم السلام و رحمت الله. و رحمت الله شکر. گوش میکنیم شما را. Так, چند تا پیشنهاد دارم. گپ زنید من قطع میکنم. مثالی همین طرفداران حکومت
ҳамин як соли изофа ки гӯш мекунам, ҳамин саволашон такрор ба такрор ҳазор бор такрор шудагӣ. ҳамин як гап. Мақсади шумо чӣ? ҳизби мақсади ислом чӣ кор кард? Шумо хоҷи хориҷӣ доред ё не? Ҳамин пешниҳоди ман ҳамин. Ягон меошинондедми ва ғайра ва ғайра. ҳамин хел саволҳои аблаҳона. Савол мекард, баъд аз 5 минут дигараш телефон мекунад, бо айнан ҳамин савол метиҳад. Мақсади инҳо ако вақти шумо тӯлонӣ карда ҳамин суханҳои пуч кади одамои хаста кунонда то ин ки тамошобинон кам карда. Ман мисол ҳамин ним соат 1 соат гӯш кисям хаста шудам. аз ҳамин сабаб пешниҳоди ман ҳамин. YouTube пешниҳод ҳамин ҷавобҳо ба ҳамин саволҳо тариқи бигӯша строка равад. ҷавоб ба поин бинависед ки мо ҳамин саволҳое ки садҳо маротиба такрор шудагӣ тариқи бигӯша строка ҳамин YouTube рафтан гирад. вақте ки пайваст мешуд бо такрор ҳамин саволо метиҳад, шумо қатъ мекунед ва мегӯед ки агар ту хонда тавонӣ хон, мана марҳамат саволҳои ту ҷавоб. яъне ба саволҳои такрорӣ, бале? албатта. боз пешниҳодатон? вақти моям намегирад, хастаям намешим, дальше бо кор мекунем. Дальше дуюм пешниҳодам. дирӯз як бародар телефон кардан, масъалаи иззат амон. гуфтан пул ҷамъ кунем, хотя бы 100 рубли. хотиратон аст? бале. шумо гуфтед ки бо пул ҷамъ кунӣ чӣ кор карда мешавад? Ако ман мегӯям як кор карда мешавад. Кор ҳамин ки масалан Кремлям як мухолифони худашо дорад. албатта қазии иззат амон ва ки сарафи линча баста аз Федератсияи Россия берун баровардан, дуздиданд, рабуданд. ин ҳама ҷиноят аст. ҳамин таъқиб бар ҳамин ҷиноят, фактҳои ҳамин ҷиноят бояд ба мухолифон, ба адвокатҳои мухолифон баромада ҳамин сум пул вай карданд, ако пешниҳод карданд ки то ки онҳо аз шаҳрванди худашон, шаҳрванди Федератсияи Россия иззат амон муҳофизат кунанд. ҳамин ниҳодҳое ки ҳамин тариқи пулгирӣ аз ҳукумат иззат амонро бурдан, ҳамин масъалаҳое рӯи об бароранд. бале. адвокат барои пул ҷамъ кунем пешниҳод ҳаст. пешниҳод ҳаст. бо дигар пешниҳод ҳамин ки дирӯз ма як шиносам муҳосиботи фароз ба кор мекунад. ҳамин масъалаи вай шуд. газу бензин чӣ ба қимат шуд гуфта. бале. ҳамон чандта вай информатсия ҷамъ кардам. хулосаи гап ако. ҳамин агар донед Россия чанд соли тӯлонӣ Тоҷикистонро даъват мекунад таможни союзба пайваст шудан ба. бале. ин тарозии интересҳошба мемонад оила, як тараф интересҳои худашон, дигар тараф интересҳои миллӣ, интересҳои худашон ки азбаски масалан аз киса маҳрум мешаванд аз таможня, бар ҳамин сабаб пайваст нашудосиям. агар мана пай бурда бошед, Ҷапаров вақте ки президент шуд, вақте ки баъди якум ваяш мулоқоташ бо Путин теми ҳамин вай шуд, номаш чи граница Баткен. хулоса ҳамин ки инҳо кислороди ҳамин оилаи бастан хостанд. аввал ки пешниҳод буд ба таможни союз даромадан, ҳозир якум маҷбурӣ Тоҷикистонро кашола кардосиям. якум бизнесҳои оилаи бастанд, масъалаи бензину қочоқ. сони ва ҳамон Некин Фарос то ҳамин июли соли ҷорӣ контракт дошт бо Қазоқистону Россия ширкатҳош барои воридоти нафту газ, бензин, солярка, газ. Ако ин бинед ки вақте ки манин вай бастан граница маҳкам шуд, қимати як нав боло рафт, нархи сӯзишворӣ як каме боло рафт. вақте ки ин контрактҳо то моҳи июля буд ва итмом расиданд ва партнёрои Россия ин че тӯлонӣ кардан ба то есть пролонгатсия мегӯд, изофа кардани муҳлати шартномава розӣ нашуданд. аз ҳамин сабаб инҷа дефитсит ҳосил шуд. дефитсит ки шуд, албатта нарх боло мерад. аз ҳамин сабабам ин сардори оила рафт Туркманистон барои бастани шартномаҳои
номаш чӣ? Воридоти. Сӯзишворӣ. Сӯзишворӣ, воридот ба кишвар. Лекин ва якта чива хатогӣ кардан ки ҳамаи объёмҳои Туркманистон асосан газ через Газпром реализация мешавад. Газпром бо ҳамин Кремлро нигоҳ мекунад. Аз ҳамин чӣ море дута сценарий интизор ако. Тоҷикистонро ҳозир ду сценарий интизор. Чӣ? Ҳамин суханҳои ҷамъбахш кунем ё таможни союзро медароем. Оила сархам мекунаду медарод. Ё ҳолатамо аз ин баҳтар мешаду инқилоб. Дар ҳар ду ин ҳолат иншоаллоҳ миллат пирӯз мегардад. Чунки таможни союза дохил шуда нашавем, ин нафъи миллат ташаккури бааст. зиёд бародари азиз, ман ҳама се пешниҳодатонро нависта гирифтам. Ҳоло вақтамон ниҳоят кам мондааст. инҷо чанд нафар сухан кардагӣ нестанд. ба онҳо сухан медиҳем. чоро саидова хоҳар, баъд аз он абдумавлон иншоаллоҳ суҳбат мекунанд. ҳамин хел ҳар як нафар 2 дақиқаӣ нафарони дигарро ворид намекунем. ҳаминҷо дар суте будагии нафарҳоро суханҳояшонро гӯш мекунем. чоро саидова гап занед. микрофонатон хомӯш аст. 2 дақиқа вақт диҳед масъулини техникӣ. чоро саидова гап занед. 2 дақиқа вақт доред. садотон нест. чоро саидовро поён кунед. абдумавлон гап занед. чоро саидова садоятон нест. абдумавлон. ассалому алайкум. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بفرمایید. салом арз мекунам ба ҳамаи иштирокчиён ва ба тамошобинони барномаи дидгоҳ. ташаккур ба шумо. ва алайкум ассалом. бародарони азиз, имрӯз модоме ки мавзӯи барномаи мо аз ҳаққи худ дифоъ кардан ва дар бораи оё дар Тоҷикистон адолат вуҷуд дорад ё не, инҷо боз мебароянд гап мезананд ки дар Тоҷикистон албатта адолат вуҷуд дорад. ба кас бисёр ҳам ин аламовар аст. як чизи оддиро ман ба шумо мисол меорам, бародарон ва хоҳарони азиз низ инҷо иштирок доранд. ман мутмаинам ки моро тамошо мекунанд. ҳамин қонун дар бораи пешвои миллат, оё ҳамин ягон чӣ аз адолат ҳамин ягон дарак дорад, ягон грамм дар ҳамин чиз адолат ҳаст ё нест? ин саволи якуми ман. саволи дуюми ман дар бораи пешвои миллат зидди конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва зидди адолат аст. дуруст. дигар 25 сонияи дигар вақти гапзанӣ доред бародар. дуюмаш он соли 2019 буд, вақте ки президент худаш Шаҳбоз Раҷабзода буд ё Раҷабӣ буд, ки буд, ҳамонро дар маҷлиси кушоди ҳукумат ҳамаи ҷиноятҳояшро ошкор карду баъд гуфт ки агар ту ҷавон намешудӣ 15 сол ман туро дар кунҷи турма ҷой медодам. оё дар ин ҷо адолат ҳаст? ку прокурор, ку судя? тибқи маълумотҳое ки расонаҳои дигар доданд, заместитель домод буд. барои ҳамин мехоҳед. бародар вақтатон тамом шуд. микоил бифармоед. ба шумо 1 дақиқа вақт. бародар Шавқати Муҳаммад охир сухан чӣ гуфтани бародар? ҳамон бародаре ки ҳозир дуромад хеле ки қайд кард ки ҳамин бародарое ки такроран ҳамин гапҳоро мезананд ки ҳизби наҳзати ислом чӣ кор карду ё ки шумо ягон дарахт шунондаин, ягон фоидатон ба миллат расидад. ака илтимос мекунам ҳамиёро ки ҳамин нафарро қабул накунем. кадом одаме ки озодандеш аст, озодфикр аст, вайро қабул кунед, гӯш мекунем бародар. чӣ аз тарафи ҳукумат бошад, чӣ аз тарафи кадоме бошанд бародар, гӯш кардан дар кор аст. не ки ҳамин одамое ки такроран ҳамин як савола медиҳанд бародар. мо зидди ҳамин одамо ҳастем ки безор шудем аз ин саволое ки шумо ягон ниҳол шунонден ё ки ягон фоида ба мардум кардед. фоидаи шумо ба мардум ҳамин аст ки шумо мардумро бедор кардестем. ба
خوبی بردهستین. بس از بانو برادر. سلامت باشین برادر شوکت محمد. تشکر به شما. منصور گپ زنید. منصور هستید؟ گپ زنید. 2 دقیقه وقت دارید. شوکت اکا السلام علیکم. بخشش من 1 دقیقه پیشتر در اومدم، کمتر نافقه کردم زندگی. لیکن آرزوی هوسی من چیز است. من گپ میزنم آرزوی هوسی خودم رو. شما فقط گوش کنید و گوش کنید. یکم پرزیدنت تاجیکستان عزت امان، دویمش محمد اقبال صدرالدین خوجاین MVD و KGB. мондагӣ чизе ки ҳаст ку ба сари шумо акаҷон, ба сари шумо, ба он маъно ба кадом хориҷӣ матлубот ҳамаш ба сари шумо. кош шумо биёе пеши мода сархӯҷаини мо шаве. ман розӣ, ба худо ман розӣ. ҳамин саломат бошед. ташаккури зиёд бародари азиз. بابای غفار بفرمایید. 2 دقیقه وقت. من درباره همین المپیاد گپ زدن میکنم. بفرمایید گپ زنید. از تمام ریسپوبلیکای سابق شوروی المپیاد رفتن، همه جایزه گرفت، مدال. این ورزشکارای تاجیک یگان جو هم نگرفتن در المپیاد. همین بود گپ. تعریف کردن تاجیکستان با پیش ورزشکاران. عزیز ببینید همینجا اجازه میدهید که من در همین وقت شما گپ زنم؟ بله بله. تشکر به شما. همین روز ازبکستان خبر داد که به هر یک نفری که مدال طلا گرفته آمده است 5 نفر مدال طلا گرفته آمدگی $200,000 پول دادگی است و خانه زمینی دادگی است به هر یک نفرش. به هر یک نفری که مدال نقره گرفته آمدگی است به آنها مبلغ دادگی است، به آنها کوارتیر دادگی است، 2 خانگی. به همهشان ماشین دادگی است، به چند نفرشان لیموزین دادگی است. همین روز در عموم به نفرانی که در المپیاد شرکت کرده جای گرفته آمدن، حکومت ازبکستان کشور همسایه $1.5 میلیون پول صرف کرده است. فقط پول، بغیر از خانه های دادگیش، بغیر از خانه و ماشین های دادگیش. فهمده ایستادید؟ تاجیکستان ما فقط خانه وعده کردگی بود. باوری داشتم که نمیداد، برای اینکه به پیشنگی رفته جای گرفته آمدگی ها وعده کردن ندادن و ورزشکاران برآمدن شکایت هم کردند که وعده کردگیش رو حکومت اجرا نکرد. در همون وقتی که گفت که همون ورزشکاران جای گرفته آمدند و شکایت کردند که حکومت وعده های کردگیش رو اجرا نکرد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وعده کرده بود که کسی که جای گرفته میگوید یکم از دوم از سوم از فرق ندارد، به او خانه میدهد. کلیت خانه رو تقدیم کرده بود. با کسانی که حتی جای گرفتن آمده بودند و رفته فعالانه شرکت کردند، به 4 فینال وارد شدند، با آنها ماشین تویوتا کامری دادگی بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا اینها میپرسند چی کار کرد؟ حکومت فریب کرد، حزب نهضت دستگیری کرده بود. نوارهایش رو از یوتیوب دریافت کنید. ببینید ازبکستان چگونه دستگیری کرد. اینها رو ببینید چیکار کردند. تاجیکستان چیکار کرد میدونید؟ کسایی که در همین المپیاد توکیو شرکت کردند با آنها فقط شهادت نامه استاد شایسته ورزشی تاجیکستان دادن، تمام با همین خلاص شدند. حالا بابای غفار اینجا گپ زده بود، ایستاده بودند. بله رحیم گپ زنید. تشکر به شما که وقتتون رو به من دادید گپ زدم. رحیم گپ زنید. رحیم گپ میزنید خواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت خوبه؟ تشکر به شما. خواهش میکنم، خیلی وقت کم داریم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت شوکت خوبن؟ خوب شکر خوبیم، شما را گوش میکنیم. برادر شوکت خوبن؟
این برادر به فکرم چیشون خوب نیست. از داخل التماس گپ زنند. سلام علیکم. باز یه بار دیگه اول از داخل التماس گپ زنند، بعد سلام. از داخل التماس گپ زنند. 2 minut مونس. سلام علیکم و رحمت الله. همه کسا بازم برادران. بله بفرمایید. در تاجیکستان میدل باره در فرزندای اونو منصبدار تیه که این دخترای خوشروی تاجیک فویشه کرده گردانده استیم. که جا شد نانگ ناموس تاجیک هر یا تا دکندی سینه میزنی نانگ ناموس میگی. در تاجیکستان زندگی منصبدار فویشه کردسته تمام دیگه یکون کس دیگه زندگی داره. یعنی طوق لعنت دادن در کبران ها همچی میدل. چوه که در پریزیدنتی ما در رکوردگی نیست نمیبرورانشه برای که ای دروغگویی ای کینو ایندیس کی را گذارم. بله برادر اجازه میدید نوبتتون رو به دیگه کس گذارونید. تشکر به شما. کوتاه اخچام و دلالت کننده گپ زدید. تشکر به شما برادر. مهاجر تاجیک گپ زدید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم به همه تاجیکان مهاجر. و علیکم السلام. میشنوید؟ مهاجران تاجیک گپ زدید برادر عزیز. ما همینجا برادر برآمد شما را تماشا کردیم. بسیار جا گپ درباره بازیگران المپیادا رفتک، سخن درباره آبادی کشور رفتک. همین چیزا راستی گپ ما همین دیده برآمدیم. همین گپ گفتنی هستیم که آخر از دستی همین برنامه شما را از دستی با دیگه نو اقبال بیشه کیشه همین فحش فویشه که دیگر کارو میکردن آخر دیگر تاجیک‌ها هم میبینن از کجا عبرت میگیرن. یک از کووید میشه شما خرسان میشه، یک از المپیادا نمیگیره شما خرسان میشین. ای بس تو خیر برادر عزیز همین به همین سوالتون 10 بار در برنامه ها ما جواب دادگی هستیم. برنامه های ما رو تماشا کنید جوابتون رو میگیرید. چورا سعید و بفرمایید. گپ زنید. چورا سعید و صداتون نیست. سلام گپ زنید. سلام علیکم. حاضر خواهش میکنم شاید مشکلی تکنیکتون باشد. انشالله امیدوارم که در برنامه های دیگر شرکت میکنید. سلام بفرمایید. خب در همین قزاقستان بوا که در همون گرانیسا همین قدر مردم ما را کشتن، تاجه حتی حیوانو را کشتن. این پرزیدنت ما حکومت ما 2 تسلط جمع نکرد برای که از مردم از حیوان هموسو حمایت کنند. همین که طالبا در افغانستان غلبه کردن در یک روز 20,000 سلط جمع کرد. در کجا عدالتی است؟ اما عدالت همون آدمایی که طرفداری میکنین، آدمایی که میگن که مثال اکای شوکت شما یک کس کسل شما خرسان میشین، یک کس بیمار شما شما خرسان میشین. در او رکلام میگه ما این رکلام نمیکنیم، این ما گاو نمیزنیم. نه که کجا دا بوده همون وقتی که مثال همون قدر چندین آدمو را ما عیده دادیم. این حکومت این پرزیدنت شما در کجا بود که هوای حمایت کنه؟ انا وظیفه را از دست میتون گفته از 4 تا طالب ترسیده که 20,000 سلط را جمع کرد. برای چی؟ با کدام سبب؟ من همین گپ داشتم که شوکت پناهتون به خدا نگهبانتون باشه. تشکر به شما برادر عزیز گرامی. حالا تماشابینان عزیز وقت ما هم به پایان رسیده است. حالا ساعت 21 به وقت مسکو و 20 به وقت آلمان برنامه سوال روز در شبکه یوتیوبی پیام تیوی ببخشید ازدا تیوی پخش می شود که این برنامه در تلویزیونی مخابره‌ای پیام تیوی نیز نشر می شود. بعد از پخش می شود بعد از برنامه ما. برای همین ما ناچار هستیم که برنامه را تا ساعت 21 به وقت مسکو به اتمام رسانیم و تا اینکه برنامه سوال روز پخش شود. تماشابینان عزیز تشکر به یکایی که شما که در برنامه ما شرکت کردید، ابراز اندیشه کردید. هرچند گفتنی هایی که وجود داشتند و باید گفته می شدند گفته نشدند، ما حتما
اینجا چند کس به من نوشتند، من قید کرده گرفتم، گفتن که همین موضوعتان را بار دیگر تکرار کنید. حتما همین موضوع را بار دیگر تکرار میکنیم و هفته آینده در اینجا بحث میکنیم. چندین نفر اینجا داوطلب ها برآمدن، گفتن که ما برآمدنی بودیم، گپ زدنی بودیم، به ما وقت نرسید. و یک نفر از جانبداران حکومت هم به ما احترامانه خواهش کردند که من با دلیل با اثبات انشالله گپ میزنم، به همه‌تان گفتنی دارم، به من نوبت ندادید. حتما هفته آینده همین موضوع را بررسی میکنیم، به همه‌تان انشالله نوبت میرسد. کوشش میکنیم که وقتی یکدیگر را رعایت کنیم، رگلامنت رعایت شود و به همگان وقت رسد و گفتنی ها گفته شود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.